بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله أكبر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب برادران عزیز، در شبکه رشد چند وقت پیشتر 3 نوار بود آیدی چگونه اخلاص را پیدا کنیم. نوار 1 2 3 چند سبب هایی بود که صاحب کتاب خطوات الی السعاده ذکر کردند. برای شما آن را خوانده ترجمه کرده بودیم و انشاءالله کمی از همین کتاب میخوانیم. یک عامل برای پیدا کردن اخلاص برای شما قرائت میکنیم. عدم التأثر بكلام الناس. مصنف حفظه الله میگن که یکی از عامل هایی که بنده صاحب اخلاص شود این تأثیر نگرفتن به سخنهای آدم ها، زیر تأثیری سخن آدم ها قرار نگرفتن. یعنی خواه مردم شما را تنقید کند، خواه تعریف کند، این به عملهای شما باید تأثیر نرساند. اگر خواهید که عملهاتون خالصا لله باشد، یعنی به تعریف و تنقید مردم اهمیت ندهید. الرجل الموفق هو الذي لا يتأثر بمدح الناس. مرد موفق آن آدمی که
در زیر تأثیر مردم یعنی باقی نمیماند. تأثیر مردم به او یعنی مدح مردم، تعریفات مردم به او تأثیر نمیکنه. فاذا اثنوا علیه خیرا ان فعل طاعتا لم یزد ذلك الا تواضعا و خشیة من الله. اگر مردم او را تعریف کنند، ستایش کنند، وقتی که طاعت میکند، کاری خیر کند و مردم او را تعریف کنند، این فقط خاکساری او را زیاد میکند و گشته ترس الله تعالی را زیاد میکند. چون بعضی از علمای گذشتگان وقتی که مردم به عملهای صالحشان تعریف میکردن میترسیدن که عملی صالح من از دست رفت به سبب تعریف مردم. مردم سلام میگن، تعریف میکنن، ماشاءالله فلان عمل را کردید، فلان عمل را کردید، یعنی میترسیدن که ثواب همون عملم از دست نرود. و ایقن ان مدح الناس له فتنه. آدمی به توفیق انیق میداند که تعریف های مردم برای او فتنه است، یعنی بلا و امتحان است. فدعا ربه ان ینجیه من هذه الفتنه. پس دعا میکنند که پروردگارا منو از این فتنه نگه دار که در زیر تعریف فتنه مردم باز گمراه نشوم. فلیس احد ینفع مدحه و یضر ذمه الا الله تعالی. یگان آدم فایدهش، یگان شخص تعریفش فایده نمیتید و تنقید و مذمت یگان کس ضرر نمیرسوند غیر الله تعالی. الله تعریف کند فایده دارد، الله تنقید کند ضرر دارد. اما از آن مردم برای تعریف مردم و برای تنقید مردم اهمیت نده کنند. این یک جمله بود. یگان زنگ قبول میکنیم، بعد با دوامش رو میخونیم. مرحمت. ابن سعدی میکروفونتون رو درگرانید. بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دیگر زنگ ها رو دیگرهای قبول کنید. بله، اگر سوال باشد سوال تیتون، نباشد میخوانم. بله برادر، با نام مهاجر وارد شدم. سوالتون اتیم دارم. میکروفونتون نگیریم. السلام علیکم السلام. علیکم السلام. تشکر خود رو به همه شما میرسونم که به همین برنامه ها مقصد مردم میتوانند سوال های مهم خود رو جوابش رو گیرن. تشکر خود رو به شما میرسونیم. سوالشون این بود که سوال در بالای طلاق. شخصی که همسر خود رو طلاق میدهد، مثلا 3 طلاق، در مذهب ما آیا درست است دویم بار نکاح کردن آنها؟ فرق ندارد که آنها فرزند دارن یا ندارن، یا بعد دویم بار نکاح کردن فرزند تولد شود، چی گپ میشد؟ سوال یکم همین بود. سوال دوم، وقتی که 4-5 نفر در یک جا کار میکنن، یک تای آنها مثلا کار میابه با آنها، خودش همراه آنها کار نمیکنه، مثلا 4 کس باشن، 5مین نفری آنها همراه آنها نیست، اما کار آن نفر میابد، اسباب لازمی از آن نفر، مقصد پول برابر. 2 سوال همین بود. هزار رحمت. سوال رو انتظار جوابش. تشکر. خب، بسم الله، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، کسی اگر همسرش را در یک مجلس 3 طلاق دهد، یعنی تو 3 طلاق گوید، اما اگر 3 مراتبه کلمه طلاق را تکرار کند و قصدش 1 طلاق دادن باشد، فقط 2 دیگر را برای تأکید گفته باشد، مثلا طلاق 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 گفتو،
مرادش از دوم طلاق و سوم طلاق فقط تأکیدی طلاق یکم، رقم رو نمبر نکرد، این یک طلاق است. اما اگر تو 3 طلاق، تو 5 طلاق، تو 1000 طلاق، تو 100 طلاق گفت، این در نزد جماهیر علما، جماهیر یعنی 4 مذهب و نه فقط 4 مذهب، تمام مذهب ها 3 طلاق می فراید، از جمله مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و تمام، یعنی که آنهایی که امروز در داخل کشور مسئله طلاق میپرسند با مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل نمی کنند، آنها با مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه عمل دارند. اگرچه این انتقاد شدید از شیخ الاسلام میگیرند، حتی بسیار سخنهای قبیح و بی‌زب میگویند، لیکن در مسئله طلاق یگانه شخصیتی که این فتوای رایج کرده است این شیخ الاسلام ابن تیمیه هستند. در این مسئله طلاق 3 را 1 میگویند، لیکن قول تمام علما می شود گفت 99% علمای دنیا طلاق 3 را 3 حساب میکنند. وقتی که به نزد عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما یک مرد آمده گفت که زنم را 100 طلاق دادم، گفتند که با 3 تای آن زنت طلاق شد، به تو حرام شد، با 97 تای آن دین الله سبحانه و تعالی را مسخره کردی، اتخذت دین الله هزوا، دین الله تعالی را بازی کردی، مسخره قرار دادی. در دین الله تعالی از 3 طلاق زیاد نیست و 3 طلاق هم حرام است دادنش، و زن را در حالت حیض طلاق دادن حرام است و زن را یک بار 3 طلاق دادن حرام است. هم گناه کبیره حرام، هم بدعت است این نوع طلاق. و کسی که اگر طلاق دادنی باشد منتظر میشد تا پاک شدن زن. وقتی که زن یک مراتب بیمار شده پاک شد و یک طلاق میتید، تمام با همین مسئله حل میشد. 3 طلاق دادن در شریعت این کار گناه است و این قول تمام علما از جمله امام بخاری و تمام سلف و خلف طلاق 3 را 3 حساب میکردن. و کسی که مثلا 4 طلاق میتید یا 5 طلاق میتید یا 100 طلاق میتید، اینا باید قاضی جزا دهد برای نادرست استفاده بردن لفظ طلاق و این لفظ طلاق از زبان که تلفظ شد انسان به جوابگری کشیده میشد. سوال دهنده پرسیدن که در مذهب حنفی چه خیلی است؟ در مذهب حنفی 3 طلاق است واقع میشد. اما مسئله برای چی شیخ الاسلام تیمیه رحمت الله علیه طلاق 3 را 1 حساب کردن، آیا از گذشتگان یگان نفری داشتند یا از پیش خود گفتند؟ بله، یگانه آدمی که از شیخ الاسلام تیمیه پیشتر این گپ گفته بود طاووس ابن کیسان رحمت الله علیه. طاووس ابن کیسان این که از تابعین هست، شاگرد عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هست و حضرت عمر وقتی که طلاق 3 را 3 حساب کردند، بسیار آدم ها سخن عبدالله ابن عباس را نادرست میفهمند و وقتی که ما گفتیم که 99% علما طلاق 3 را 3 حساب کردن، گفتیم مراد عالم های گذشته. امروز بسیار از عالم ها در این مسئله سخن شیخ الاسلام گرفتند، لیکن اگر اینها به سخن شیخ الاسلام تیمیه امروز اگر گرفته باشن یا مراتب به سخن سماحت الشیخ محمد ابن ابراهیم نظر کنند. محمد ابن ابراهیم به شیخ الاسلام و ابن القیم عذر میگفتند. اونا عذر دارن برای اینکه مردم زمانه اونها حلاله میکردند و حلاله صدها ضرر دارد و حلاله این کفر است و این حلال کردن حلال حرام الله را حلال کردن است و چندین زنا هست و در آنجا دیاثت هست، دیوثی هست، چندین گناه یک میشد. برای همین گناه ها یک جایه نشدن، شیخ الاسلام رحمت الله علیه به قول طاووس ابن کیسان عمل کردن گفتند، چون ایتا برای دفع 2 مضره 2 ضرر هست. حلاله این ضرر است تا آخری عمرش با همسرش زنا میکنند، یک غیر از این همسرش با دیگر مرد زنا میکنند.
و نیکای آنها نیکاه نبود، ولی که نیکای موقت است، 3 روز 2 روز 1 روز، نیکای حلاله. مو ایده نمیشیند و نیکاه نیست اصلا. بنابراین مفسدش ضررش بسیار بودن. به شیخ الاسلام به قول طاووس عمل کردن، گفته به شیخ الاسلام عذر میدادن. و بعض قاضی ها وقتی که طلاق 3 را یک حساب کردن در زمان محمد ابن ابراهیم رحمت الله علیه، آنها را به آنها مکتوب نوشتن که یک مراتبه دیگر اگر طلاق 3 را یک حساب کنی زندان میشوی. گفتن مفتی بودن. خلاصه شما اگر به شیخ الاسلام تیمیه نظر کنید، از شیخ الاسلام هم آدم های سلف با آنها نگاه کنید. یعنی حضرت عمر را در نظر دارم. حضرت عمر طلاق 3 را 3 حساب کردند و یگان صحابه اعتراض بیان نکرد. او بعضی ها سخن ابن عباس خطا میفهمند. طلاق زد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم طلاق 3 1 بود و عمر عمده 3 کرد. این گپ خطا هست. حضرت این سخن ابن عباس مردم نادرست میفهمند. عبدالله ابن عباس میگن که طلاق 3 در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم 1 بود، مراد مردم یک تا طلاق میدادند. طلاق 3 گانه که امروز در زمان عمر مردم یک باره 3 طلاق داده ایستادن، در زمان عمر 1 طلاق بود. یعنی 1 میدادن، نه اینکه نتیجهش 1 بود. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 طلاق نمیدادن، 1 طلاق میدادن. اما حضرت عمر گفتن که من دیدم که مردم در زمان ما سراسیمه شدند. معنای سراسیمه شدن چی؟ یعنی 1 طلاق به قانع نکرده 1 بار 3 تا دادن. سراسیمه شده 1 بار هر 3 دادن و من این 3 طلاق 3 حساب میکنم. گفتن که یگان صحابه به حضرت عمر اعتراض بیان نکرد. اگر حضرت عمر رضی الله عنه یک مسئله را نفهمند، جواب نمیدادند. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که در کلمه عبان ترجمهش چی است گفته، پرسیده شدن از سوره عبسه یک کلمه از آیت، گفتن که من نمیدانم. ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کلام الله ما لا اعلم. من در زیر کدام آسمان راه میگردم، در بالای کدام زمین راه میگردم وقتی که از نام الله و در کلام الله بی علم حرف میزنم. مادامی که علم ندارم گپ نمیزنم. و حضرت عمر اگر یک مسئله را نفهمند، اهل بدر را جمع میکردند. آنهایی که به جنگ بدر اشتراک کردند آنها را جمع میکردند که آنها زیاده از 300 نفر بودند. آنها را جمع میکردند و از آنها مسئله را میگذاشتند. من به همین مسئله فلان فتوا را دادنی هستم، شما چی میگویید؟ مصلحت میکردند. و امرهم شورا بینهم. الله تعالی میگه که امر مسلمان ها مشورت بین خود است. اگر عالم های کلام، قاضی ها، بعضی قاضی ها را بعضی استادانمون ذکر کردن که به نظرش مسئله های میبیاد که در کتاب نیست. مسئله های قضا مسئله های حقیقی است، مسئله های خیالی نه که در کتاب همه مسئله های خیالی مثلا هست، همه مسئله نیست. مثلا بین 2 آدم یک کار میشد که در کتاب نیست. قاضی ها با وجود اینکه منصب عالی داشتن نزد علما میرفتند، میپرسیدند، با علما مجلس داشتند. یعنی یک عالم از یک عالم دیگر مصلحت میپرسید بعد فتوا میداد. مانند مردم ما امروز بعضی ها عربی نمیداند، علم ندارد، گپ میزنند. و این از همه گناهی عظیم است که به علم وقتی که انسان در مسئله های شریعت جدال میکنه. وقتی که هیئت کبار علما بار اول کشاده شد تقریبا 100 سال پیش، یعنی برای چی کشاده شد؟ هیئت کبار علما بعضا از غالبا در مملکت عربستان سعودی میشد، لیکن عالم ها از دیگر کشور فریاد میکردند و در بعض بحث های رابطه عالم اسلامی از تمام کشورهای دنیا عالم ها را جمع میکردند. بعد یک مسئله گذاری میشد، یک مسئله یا 2 مسئله رو دیده میبر آمدن، 1-2 نفر وابسته میکردن که آید همین مسئله بحث نویسد.
بحث نویسد یعنی چی؟ تمام جانب های مسئله را جمع کند. کی چی گفت از پیامبر صلی الله علیه وسلم شروع از زمانشان تا امروز همه قول ها را جمع میکردن، همه دیده میبرن، بعد فکرها میفتن، مناقشه میشد و یک خلاصه می آمدن. بار اول وقتی که هیئت کبار علما تأسیس مییابد، یکمین مسئله که دیده میبرن این مسئله طلاق سه. برای چی این هیئت کبار علما را تشکیل کردن؟ اصلا برای اینکه همین فتواهای عالم ها گوناگون هست، بیاید گفتن جمع شیم و فتوا یک خیله برایت. بنابراین یکمین مسئله طلاق سه بود. بعد تمام شوی مجلس خلاصه کلام این است که عالما با دو قول از مجلس بیرون شدن. یعنی چه خیلی که از قدیم آمده بود، یک قسم علما میگن که طلاق سه هست، یک قسم علما میگن طلاق سه یک است، با اختلاف برآمدن. برای چی؟ ولا یزالون مختلفین. الله تعالی میگه همیشه مردم گوناگون فکر هستند. این یعنی که نظر علما هست، فهم هر کس هر خیل هست، اجتهاد هر یک عالم، اگر عالم باشد به شرطی که مجتهد باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران. اگر حاکم عالم اجتهاد کند در یک مسئله و موافق ثواب فتوا دهد، موافق این سخن راست فتوا دهد، دو ثواب میگیرد. و اگر خطا کند یک ثواب میگیرد، به شرطی که مجتهد باشد. اما کسی که مجتهد نیست، علم ندارد، باید در این مسئله ها بدون دلیل حرف نزند. والله تعالی اعلم. بله میتونید زنگ دیگر قبول کنید. برادر که با نام یوسف بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. داملو گیران خوب هستین؟ سلامت باشه. داملو یک سوال داشتم، یک سوال مسئله ریبا و عملهای ریبوی در داخل می شود. نه که یک مسئله که بین دانشمندا یعنی یا که بین طالب علم و مردم آمده الان بحث بسیاره، خصوصا در اروپا. یعنی به خاطر که وقتی مردم معاش میگیره اندازه ماهانش حساب معاش از 30% بالا است. یعنی به خاطر که شما 1000 یورو اگر معاش بگیرین تقریبا 310 یورو شما را به خاطر انداز میگیرن. یعنی این مسئله. دوم مسئله برادرایی که الان که یک بعضی شرکت ها دارن و تجارت دارن در اروپا، یکیش بگیریم اگر شرکت های ساختمانی باشد، یک مشکلی در چی است که اگر گیریم خریداری نقلیات، یک نفر گفت که من یک ماشین میگیرم و به خاطر فعالیت همین شرکت پیش بردم، خیلی گران است حقیقتا ماشینایی که مخصوصا برای بارکشی در اروپا. بعد از اینجا بسیاری ها میگیرن طریق کردیت و لیزینگ. ماشین از ماشین فروش میگیرن که در میان یک بانک حضور دارد که ماشین فروش یعنی مبلغ ماشین میگیرد از بانک، بعد خریدار میماند و بانک حتی در حالتی که نوشتگی است که یگان فایز ریبا ندارد، یعنی رنت نول نوشتگی است، ولی در همین حالت هم بانک در مابین هست. بعد در آخر معلوم می شود این چیز. انا اگر که همین ماشین نگیره همون آدم به همین طریقی که طریق بانک خریدنده ندارد توان، یعنی مجبور است که یک ماشین قدیمه که چقدر زورش میرسه به همین گشتن گیرد. اگر از بانک گیرد ماشین نو میگیرد، ماهانه شاید $500 باشد، هر ماه میسپارد، به خاطر که مال شرکت است با $150 با انداز برمیگردونن، یعنی در اخیر 350 یورو میشود شاید. اگر همین نگیرد دنبلا همین نگیرد و همین مبلغی که جمع میشود و یعنی یک ماشین کهنه هم داشته باشه شخصی، در اخیر سال همین به هر طریق همون اداره انداز میگیرد از این انسان همین پولا، به خاطر که هر قدر زیاد مبلغ جمع شود در همون فایدهش همون قدر مالیات زیاد میشه، مالیات خیلی سنگین میگیرن در حقیقت. الان اینجا بحث میرود دایم که اگر ما همین پول خرج کنیم نکنیم پول از ما میگیرن، ما اختیار نداریم.
بهتر این است که ما از همین گیریم و هم ماشینی نو داشته باشیم و هم استفاده بریم. یعنی چیکار کنیم در این حالت؟ یعنی بحث داریم با هست که امیدوارم اگر فهم اندتان ایسته باشم برو. یعنی خلاصه کلام از بانک برای یعنی که راستراچکه یا کردیت ماشین گرفتن جایز است یا نه همین؟ بله ها، یعنی شرطاش همین خیلی است. یعنی دو قول است در اینجا، یعنی دو فکر است که بعضیش میگوید که ما گیریم نگیریم پول از ما میگیرد، بهتر است که گیریم. فایز میگوید درست؟ بله فایز هست دیگر چیزی نیست. شرطنامه بانک گیرت خونید، شرطنامه بانک گیرت خونید کش چی شرط دارد اصلا؟ یعنی که اصلا ما به این فتوا نمیدیم اگر کسی مثلا یگان اهل علم یابید ربید شرطای چی را شرطای بانک پورا شرطنامه را به من چاپ کرده دیگوید از بانک. وقتی که شرطنامه را چاپ کرده میداد به نزد یگان آدم علمدار اگر چی کردید برید مقصد فتوای خاص گیرید برای خدا. شرطنامه های بانک غالبا شرط ریبوی دارد. بله برای همین شرط ریبوی کی دارد یعنی ما نمیتونیم فتوای عام تیم. برادر سوال اگر اجازت باشد وقت زیاد نگیرم دیگه خدمتیم. ما رفتیم تو چندین شرکت ها را دیدیم. یک شرکتاش گفت که ما قرض دینی میتیم. این گونه نام گذاشتن قرض دینی به خاطر گرفتن مسلمان ها، یعنی گفتن ریلیگیوزنی دولگ با روسیش گیریم. در اینجا اینا یک کار کردن، انا یک ماشین یک ارزش دارد، یک بانک میتید، فقط دو نام گذاشته شده است. در یکیش تمام همین فایزا و همون فایده ای که بانک باید از همین ماشین گیرد یا که شرکتی ماشین همش جمع کرده است در یک جمع شرطنامه. همین قبلا میگیرد از شما، نه که فایز گفتنه، یعنی یک خدمت رسانی و کمیسیه گفته از شما میگیرد همون مبلغ است. یعنی از اون مبلغی که شما ریبا گفته رنت گفته آشکار نوشته شده است یگان دیرم فرق ندارد، ولی قبلا میگیرد همشه فایدهشه، بعد به شما میموند همون مبلغ اصلیه که شما پرداخت میکنید برای ماشین، اینش باقی میموند. ولی دوملا اگر شما در این حالت هم اگر یک ماه پرداخت کردن نتونستید که مشکلی آمد، باز همون جریمه و باز همون بالای جریمه باز همون بلاها هست. یعنی نامش دیگه شده است، طریق پولگیریش دیگه است، ولی بگم که مبلغ و دیگه شرطاش همش همون است. این حالت چیکار؟ بنابراین به آن نامها فریفته نشوید. بانک نامش توحید ماندیان، بانک های اسلامی ماندیان، بانک ایمان هست. سبحان الله. این یک نوعی مردم فریبی هست. برای به هر حال ریبا یک گناهی هست که گناهی کبیره هست و انسان لعنت کرده که می شود. بنابراین انسان باید احتیاط کنند. مسئله های معاصر هست بسیارش، مسئله های نو هست، مسئله های آمیخته هست. بنابراین یعنی که ما کمتر از این مسئله ها خودداری میکنیم برادر عزیز. برای همین یعنی خودتون میجوید یکان کسی رفته روبرو نشسته میفهمانید 1 ساعت 2 ساعت بعد به خودتون فتوا میگیرید از یک شخصی که به علم و به امانتش باور دارید. بله تمام، تشکر زیاد است. سلامت. سلامت باشید برادر یوسف برای اشتراکتون. اگه دوست دیگه باشد بالا برن. خب برادر دوست مراد بفرمایید اگر سوال داشته باشید میکروفونتون رو گیران کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. با اکای دوملو ده سوال دارم. یکم سوال همیه که شخصی که ایروی حرام به دنیا آمده است، یعنی که ولد زینا در یک خانه باشن که 5-6 نفر باشن، ای همشون ده همین شخصی مقصد که ولد زینا علمش خوبتر باشه، همین حقوق پیش در آمدن در نماز داره یا نه؟ خب دیم سوال همی که شخص مسلمان در بطن مادرش در 4 ماهگیش همین که به شنویدگیم نخوندم، مقصد تقدیرش همش نویساندگی ای
که وای چند سال عمر میبینه، چند نفس میکشه، مثلا چند سال عبادت میکنه، چند سال نمیکنه، وقتی نماز میشه نمازش نخونه، آیا به تقدیرش همو بوده است یا نه؟ خواهش میکنم مختصر جواب تین دوملو. مسئله اول امامتی کردن ولد الزنا. اصلا این کودک گناه ندارد در ولد الزنا بودنش و ظاهر قول پیامبر صلی الله علیه و سلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه به مردم امامتی میکند قاری ترین آنها به کتاب الله تعالی، یعنی حافظ ترین آنها به کتاب الله تعالی، و اگر در قرائت برابر باشند فعلمهم بالسنه، عالم ترین آنها به سنت. یعنی سنت هم علم فقه را در بر میگرفت در آن زمانه، برای آنکه فقه از حدیث بود. کتاب های فقه در زمان صحابه ها جدا نبود. اصلا کتاب نویسی که آهسته آهسته یک و یک بار پیدا نشده است. اولین کتابی که مسلمان ها نوشتند آید علم حدیث این موطأ مالک است. بعد از آن کتاب های امام بخاری و صحیح ابن خزیمه و جامع ترمذی و امام احمد و دیگرها کتابی حدیث جمع آوری کردند. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط عبدالله ابن عمرو ابن العاص می نویست. حضرت ابو هریره گفتند که ما کان احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثر منی حدیثا الا ما کان من عبدالله ابن عمرو فانه کان یکتب ولا اکتب. یگان نفر از صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم از من دیده حدیث زیاد از یاد نمیدانست، حفظ نمیدانست، غیر عبدالله ابن عمرو، چون که او می نوشت و من نمی نوشتم. گفتن یعنی با وجود همین هم عبدالله ابن عمرو مثل ابو هریره نمیدانست، ولی احتیاطاً این گپ را گفتم برای آنکه عصبیم که می نویسد شاید از من بسیار داند گفتن. لیکن به هر حال نوشتجات عبدالله ابن عمر از حفظ ابو هریره کم بود. خلاصه این است که حدیث ها در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم کتاب نشده بود. حالا یعنی صحابه ها از همین حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده بودند فقه میبردند، استنباط میکردند. بعضی علما رحمت الله علیه در بین صحابه ها 18 نفر آنها مجتهد بودند میگن. خلاصه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این گپ را گفتند، یک کودک چخیلی که در صحیح بخاری هست 6 ساله بود، میگوید که مردم محلشان همین روز اسلام قبول کردند، مرا به امامتی گذراندند. گفتن برای چی؟ برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یا ام القوم اقرأهم لکتاب الله، و مردم امامتی میکند حافظ ترین آنها با کتاب الله تعالی، کسی با تجوید میخواند و بسیار حفظ میداند او میگذرد. بنابراین همین کودک 6 ساله گذرانیدن به امامتی. حتی مثلا سن و سال هم اعتبار کردند بعضی علما، ولی این کودک گذرانیدن برای چی؟ بناء عمل به همین حدیث، چون که از همه در بین محله حافظترین آنها من بودم میگن. اینها در لب یک جای سایه که آب داشت و مسافرها از همانجا میگذشتن، کودکا بازی میکردن، مسافرهای مسلمان ها همونجا طهارت میکردن، نماز جماعت میخواندن، از زبانی همون قاری ها امام ها قرآن از یاد کردگی بود. این کودکی 6 ساله. بعد به مردم محله وقتی که این محله ایمان آورد امامتی میکرد و وقتی که سجده میکرد قفاش مینمود. اون ایزارچه داشتن، آخر ایزاری آنها عبارت همین رنگ یک سچاق بود، میپیچاندن. وقتی که به رکعت دوم میخست یا به سجده میرفت قفاش مینمود. بعد زنها گفتن که استرو عنا است قارئکم، از ما این قفای امامتون پوشید. بعد مردم پول جمع کرده یک کتی درازتر، یک ایزاری درازتر خریده دادن. میگوید که بسیار خرسند شده بودم آن روز، یعنی 6 ساله بود. ببینید به ظاهر حدیث عمل کردن، ناوابسته به سن و سال، به مردم امامتی میکند، قاری ترین آنها به کتاب الله تعالی. بنابراین اگر رفت و در داخل یک خانه، یعنی از همه
حافظترین مردم کسی باشد او به امامتی گذارد. والله تعالی اعلم. بله. استاد سوال دیگه داده بودن که درباره تقدیر گفتن. اگر درباره تقدیر، مسئله تقدیر مسئله وسیع هست برادر عزیز. بله شما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کرده چخیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است از حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه و ارضاه. پیامبر صلی الله علیه و سلم که وقتی که کودک 4 ماهه پرره می شود الله تعالی یک فرشته ای را امر میکند فرآمده عمل او و اجل او، رزق او و خوشبخت است یا بدبخت است در پیشونیش نوشته میشد. علم تقدیر این است که الله تعالی میداند که همین بنده چیکار میکند در روی زمین، همان را مینویسد. الله تعالی ظلما یک آدم مثلا فلانی به دوزخ، فلانی بدبخت، فلانی خوشبخت، این خیلی تخمینی نمی نویسد. آن چیزی که میداند همان را می نویسد. شما ببینید یک معلمی گناهگاری، یک معلمی بعضی می شود از خدا بیخبری، از شریعت دوری، یک انسانی پر از گناه به طلبش میگه که تو از امتحان میغلطی، میگه تو همین امتحان سپاریده نمیتونی، میگه گپش راست میبرد. همین بنده امتحان سپاریده نمیتوند. برای چی؟ برای اینکه این غیب نمیداند، لیکن این از رفتی چی گپ میزند؟ از رفتی همین دانشش، از اجتهادش. یعنی که این حالا که این مخلوق است، چی جای خالق؟ بعضی آدم ها میگفتن که همین گوسفند 40 کیلوگرم گوشت میکند، میگن ذبح میکردن در ترازو میمونن 40 کیلوگرم گوشت میکرد. اونا در همین ساحه به وایه رسیدند، یعنی چشمه هاشون پخته بود. این مخلوق است، چه جای خالق؟ عالم الغیب و شهاده، داننده غیب و شهادت. الله تعالی میداند که همین انسان نه نصیحت به کار رود، نه به سرش بلا بیاد عبرت گیرد، نه از گذشتگان پیشینه آدم هایی که همین عمل ها را کرد عاقبتشان چی شد، از اونها درس نمیگیرد، نه از امر معروف درس میگیرد، نه از قرآن درس میگیرد، نه کعبه را بیند و حج کند درس میگیرد. میداند که همین انسانی بدبخت است، همون می نویسد. یعنی که الله تعالی ظلم نمیکند به بندگانش. بنابراین در مسئله تقدیر، یعنی که از همه اگر خوب فهمید که الله میداند و اون چیزی که دانست همان را نویست و همان اجرا می شود. بعضی علما میگن که نظرت فی القدر فتحیرت، در مسئله تقدیر نظر کردم، یعنی کفت و کو کردم، حیران شدم. ثم نظرت فتحیرت، سپس نظر کردم باز حیران شدم. فوجدت اعلم الناس بالقدر اکفهم عنه و وجدت اجهل الناس انطقهم به. دان یافتم که عالمترین مردم در مسئله تقدیر آن آدم هایی که خوف کم میکنن، جستجو در مسئله تقدیر کم میکنن، و از همه جاهلترین مردم در مسئله تقدیر آن آدم هایی که به علم و به علم بسیار گپ میزنن آیدی تقدیر. بله اگر نفران دیگر باشد بالا برام. خب یک جمله از دوام چی میخوانیم اگر سوال دهنده ها نباشن؟ خب مصنف حفظه الله میگن که فانزل الناس منزلة اصحاب القبور في عدم جلب النفع لك و دفع الضر عنك. مردم را مانند اصحاب قبر پندار، چنان فکر کن که مردم از دنیا رفتند. در چی چنان فکر کن؟ در عدم جلب نفع. اونها برای تو یگان فایده آورده نمیتونن و یگان ضرری که به سرت آمد دفع کرده نمیتونن ضرر را. بنابراین به خاطر مردم عملهایت را اینجا انجام نده. این وسیله هایی که
سبب هایی که مصنف ذکر میکنم برای پیدا کردن اخلاص است. در زیر شرح درس سیوم کسی نوشته است که ما از شما دیگر چیز منتظر بودیم و سخنهای بی منطق را گفته استاد آیدی اخلاص گفته است. این سخنهایی که مصنف در اینجا جمع آوری کردن از بزرگان ملت اسلام، از آنهایی که در علم وعظ موفق شدن، مانند ابوالفرج ابن الجوزی الدمشقی، استاد شیخ سعدی صاحب گلستان، و از ابن حزم ظاهری، از یک آدم هایی که آید علم رقایق کتاب ها نوشتن. رقایق یعنی علمی هست، علم رقایق میگوین قلب مردم را ملایم میکند، مردم را به الله تعالی نزدیک میکند، در بابت تقوا و پرهیزگاری سخن میکنه. این علم فقه نیست، حلال حرام مباح مکروه گفته گپ زند. فهمیدید؟ بنابراین من با سخن ابن الجوزی آوردن این آدم شاید اول درس دوم گوش نکرده است و شاید نفهمیده است مراد مصنف را. یقول ابن الجوزی رحمه الله تعالی، ابن الجوزی ابوالفرج رحمت الله علیه گفتن که ترک النظر الى الخلق و محو الجاه من قلوبهم بالعمل و اخلاص القصد و ستر الحال هو الذي رفع من رفعه. ترک نظر به خلق این عملی تو به مردم معقول شد یا نه به مردم کاردار نشو. تو مادامی که یک عملی را انجام داده ایستاده که الله تو را امر کرده است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را امر کرده، یعنی عملت عملی شرعی هست، خب اون عمل را باید به خاطر الله کنی، خالصا لله اجرا کنی. پس به مردم چی نگاه میکنی؟ مردم چی میگویند چی نمیگویند برای چی نگاه میکنی؟ ترک کن نظر کردن به خلق را و آبرو را در قلب مردم منتظر نشو به سبب عملی صالحات، خواه خیر و سخاوت باشد، خواه عبادت و طاعات باشد، خواه تعلیم علم و دعوت به سوی الله باشد. از قلب مردم به سبب عمل آبرو پیدا کردن را نیت نکن و در عملهایت اخلاص کن، نیت خالص کن و ستر الحال، عملهای صالح را از مردم پنهان کن. این است عملی که رفع من رفع، بالا برداشت قدر آنهایی که قدرشان بالا شد. یعنی که همین عملها سبب شد که اون آدمهایی که مرتبهشان بلند شد طبق همین گفته ها عمل کرد. گفتم بله، زنگ را قبول کنید. بله اگر دوستی باشن، برادری که با نام اکا التماس سوال فوری دارم، بفرمایید. برادر بفرمایید. دیگر کسی قبول کنید. بله مثل که برادر ما را نمیشنون، اگر دیگر نفر باشن. برادر با نام علی، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. دوملوی من سوال بود، وقتی که مثال خفتن یا که نماز این فرضای 4 رکعته را مسجد یا جمعه داریم، مثلا رکعت اخیره دایر رو میکنیم، همین بعد چخیل خوانده میشه؟ 2 رکعت میخونیم، بعد تحویل باید رکعت دیگر چخیل خوانده شود؟ به این سوال دین جواب داده بودیم. وقتی که به مسجد آمدید 2 رکعت را دریافت کردید، 2 رکعت دیگر را از دست یک رکعت بکنیم. 1 رکعت دریافت کردید؟ مثلا 1 رکعت دریافت کردیم. 1 رکعت دریافت کرده باشید. ما در اینجا قول 2 مذهب را ذکر کردیم. مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن که همون 1 رکعتی که دریافت کردید، 1 رکعتی که دریافت کردید برای شما 4م رکعت میشد. میگن برای اینکه به مردم به امام هم 4م رکعت بود کو، برای شما هم 4م رکعت بود. شما وقتی که امام سلام میدهد خسته 3 رکعت خوانده میدهید، چون که 1 رکعت خواندید. وقتی که خسته اولین رکعتتان رکعت 1 حساب میشد. میگن دومینش 2، سومینش 3، یعنی که در دوم به اتحیات میشینید. جمهور علما دیگر مذهب ها میگن که نه، میگن این رکعتی که همراهی امام خواندی برای امام 4م بود و برای تو 1م رکعت بود. وقتی که امام که سلام داد میخیزی دوامش میخونی، دوم رکعت میخونی.
در این صورت بعد تحیات میشینید برای اینکه برای شما دویم رکعت حساب میشد. والله تعالی اعلم. بله برادرانی که سوال میتید کوشش کنید سوالات تکراری نباشن. ضبط‌های پیشینه را گوش کنین انشالله که هستن بعضی سوالا. دیگر برادر باشن اگر وارد کنید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. داملای عزیز سوال ما چنین بود درباره گویم بعضی مثال یکی از بعضی ملاهای تاجیکستان میگویند که عقیده امام ابو منصور ماتوریدی با عقیده امام ابو حنیفه یکی بود. همین درست است یا نه؟ نه یک نبود. ابو ماتوریدی عقیدشون یعنی که در همه مسئله یعنی که گفته نمیشد که 100% مخالف امام ابو حنیفه بود لیکن اختلاف داشت. اختلاف داشت. اگر میتوانستید کمی معلومات میدادید دوملا. مسئله وسیع هست. بعضی دوملاها آیدی همین 1 ساعت و 2 ساعت صحبت ها دارند. مسئله عقیدوی درس است. این یک درس عقیده هست. میتوانید به اگر مخصوصا مذهب ماتوریدی را گویید درس الهیده کردن نکر. اگر عموم علم عقیده گویید هست نوارها درباره علم عقیده. جزاکم الله خیر. استاد یک سوال دیگر داریم. استاد در همین خیلی جستجو کنیم گفتم با زبان تاجیکی معلومات نیافتیم درباره شیعه های اسماعیلیه. تنها معلومات دریافت کردیم که اینها گویم از دیگر شیعه های گویم دیگر شیعه ها فرقشون همین که دیگر فرزند جعفر صادق امام خود انتخاب کردند. بعد از وی مثال با یکی از دوستانمان که شیعه اسماعیلیه هست نمیدونم آن را دوست خواندن مثال میتوانیم اجازه هست یا نیست. آنها در گویم هنگام عبادت یا هنگام نمازخوانی هاشون از قرآن گویم مطالعه نمی کنند. من حتی سوره فاتحه را از یاد نمیداند. از او پرسیدم. این برای ما شب خبر نیست اما اگر معلومات داشته باشید مختصرا معلومات میدادید. بله شیعه ها در نوبت خود زیاده از 30 فرقه 30 گروه تقسیم شدند و از جمله آنها شیعه های اسماعیلی هست و تا جایی که میدونم شیعه های اسماعیلی ها یک خوبیشان در آن است که مردم را به مذهب خود دعوت نمی کنند. مانند شیعه های اثنا عشریه کوشش میکند که با هر راه مردم های دیگر کشورها سنی ها را مثلا گمراه کنند. اینها این صفت را ندارند. به هر حال درباره شیعه اسماعیلی یگان کتابی تاجیکی برای معلومات زیاد نمیدونم که توصیه کنم، لیکن شاید یگان حلقه خاص در حقشان ما یا یگان دیگر برادرهای اهل علم انشالله یگان نفری ما صحبت میکند انشالله. بله بله دیگر نفر باشید. السلام علیکم. علیکم السلام. دوملا هم سوال ما همی بود که امی حجامت پول گرفتن درسته؟ بله از حجامه پول گرفتن درست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم احتجم النبی صلی الله علیه و سلم و اعطى الحجار حجام دینارا. پیامبر صلی الله علیه و سلم حجامه کردند و به حجامه چی گفتند که 1 دینار پول دادن. 1 دینار اطراف $200 است. یعنی که 4 گرم طلا. اگر 4 گرم طلا $50 گویید 200 میشد. 60 70 بعضی گرم های طلا تا 100 گرم است. اگر 100 گرم گویید $400 میشد. بنابراین امام احمد رحمت الله علیه هم همین حدیث را روایت کردند و به حجام 1 دینار دادن. یعنی که ببینید $300 اقلا میانش گیریم. طلای میانه که دیدید $300 میشد. طلای پس که دیدید $200. طلای بلند که دیدید ممکن $400 $500 شد. امام احمد 1 دینار دادن برای آنکه امام احمد هر یک حدیثی که به مسند امام احمد در آوردن گفتن به همین کتابشان داخل کردن به همش عمل کردن. اقلا 1 مرتبه باشدم اعمل بالحدیث ولو مره تکن من اهله. محدث ها میگویند که خیلی در کتاب تدریب الراوی
امام سیوطی رحمت الله علیه ذکر کردن، محدث ها میگفتن که اعمل بالحدیث ولو مره، به حدیث اگر چی یک مراتبه باشد هم عمل کن، تکن من اهل حدیث میشی. به هر یک حدیث عمل میکردن و این حدیث وقتی که خوندن دیدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حجامه کننده 1 دینار دادن، حجامه کردند و به حجامه چی 1 دینار دادن و این حدیث دیگر از خاطرشان فراموش نمی شود. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حجامه چی پول دادند، این دلالت میکند که حلال است مبلغش، برای آنکه اگر حرام میشد پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیدادن یا تنقید میکردن، میگفتن که از این پول کار نکن. بله در حدیث آمد است که و کسب الحجام خبیث، کسب حجامه چی خبیث است گفتن، یعنی پلید است گفتن. در اینجا مراد این بود که یک قول این است که بعضی علما میگن که پیشینه حجامه گیرنده ها با دهانش خون را میگرفت، یعنی میبرید پوست انسان را و خون را از بدن او مکیده میگرفت، باز به زمین میپرتافت. خون نجاست است و گفتن که کسب حجامه چی پلید است. یک معنای دیگرش این است که یعنی کسب حجامه چی کسب پست است، باید عالم اسلام حافظ قرآن این کسب را نکند، نه از جهتی مثلا تکبری کلانیگری هست، کلانیگری و هست ترفع، فرق ترفع را از کبر روید. بنابراین مردم اینه فرق نمی کردن، بسیار مردم در زمانی ما هم فرق نمی کنند. بنابراین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی کبر دارد به دوزخ نمی درآید گفتن، کسی در قلبش مثقال ذره اگر کبر باشد کلانیگری به جنت نمی درآید. یا مردی گفت که یا رسول الله انسان دوست می دارد که لباسهاش زیبا باشد، پای افضالهاش زیبا باشد، این هم کبر است. گفتن که ان الله جمیل یحب الجمال، الله تعالی زیبا هست، زیباگی را دوست می دارد. گفتن الکبر بطر الحق و غمط الناس، بعد کبر را تعریف کردند یعنی معرفی کردند. الکبر بطر الحق، حق را پایمال کردن. میدونید که همین سخنش حق است، لیکن از سبب آنکه از ملت شما نیست یا از شما خرد است یا از شما کمبغل است یا شما رو در پیش مردم شرمنده کرد برای آنکه شما ضدی گپی شما گفت، لیکن گپش حق است. الکبر بطر الحق، پایمال کردن حق، دیده و دانسته بر روی حق پای گذاشتن، یعنی حق اعتراف نکردن. و غمط الناس، تحقیر مردم. الکبر بطر الحق و غمط الناس، تحقیر مردم از خود پس زدن این کبر است. اما لباس زیبا پوشیدن کبر نیست. یا ترک حجامه چی کردم، من حجامگی نمیکنم، من مثلا پرتو نمیکشونم، من اهل علم هستم، من حافظ قرآن هستم، من این عملها رو نمیکنم گوید، این معنی اینه ندارد که کبر است. برای آنکه حافظ قرآن عالم شریعت یعنی خاکساری دیگر چیز است برادرها. بگذار خاک کشاند، لای کشاند، بگذار خشت ریزد، مثلا در زمین دهقانی کند، هیچ گپی ندارد. لیکن حجامه که سر و کارش با خون است و خون نجاست است، یا موسور پرتو و این چیزای افلاس کشانیدن، علاقمندی با نجاست که هست، علما گفتن این کسب های پست را اجرا نکند. برای آنکه در نزد محدث ها هم کدام آدمی که کسبش پست باشه حدیثش قبول نمیشه. فهمو؟ بله پیش از این یعنی که کسب حجامه چی حلال است. خب نشود که نرخی معین ماند دوملود، مقصد دپوستیم حق دارد این کسبی مثلا یعنی محض دینی نه که یگان مثال چی نکند، او تاجر است، او طبیب است، نه که هر کی نکند، هر کی نکند. بعضی آدم ها یعنی که یک مراتبه دیدیم میکنن، نعوذ بالله، این بسیار مسئولیتی وزنین دارد. بسیار آدم ها را دیدیم 2 مراتبه 3 مراتبه از یک کس دیدیم خودشون میکنن. من تطبب ولم یعلم عنه طب فهو ضامن. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که خودش طبیب گیرد و حالا که از او علم طب مشاهده نشده و نخوانده است
او طبیب ها 5 سال 10 سال میخونن اقلا. من تطبب، کسی که طبیب گیرد خودشه ولم یعلم عنه طب، از او علم طب دیده نشود، فهو ضامن، هر یک اعضایی که بیکار میکند ضامن است. اگر یک اعضا بیکار شد 100 شتر میدهد. یک جراح یا آدم اینجا جراحت کرده است، جراحت میکند، بعد جراحت یک هفته میگذرد بیمار میبیاد میگه که میگه من عضوهای تناسلم کار نکرده ایستاده است. میگه عذر، میگه دو من یک چیز فراموش کردم، گفته گشته جراحت کرده انا همون رگ پیوست میکند. بنابراین ریش ضرری تراشیدنش این است که ریشش مانند سر از زیر سر نمی براید. ریشش در پایان هست، در خایه های انسان است. میگم از همونجا سبزیده می آید با درون بدن آدم. بنابراین به بعض عضوهایش تراشیدن ریش تستر مردها را از کار بیکار میکنه. مردهای بیریش اکثریتاشون به وقت از دست میدهند. برای همین خلاصه این اعضاها همش به همدیگر متعلق است. بنابراین بیمار مثلا طبیبای لا را بینید، گوش، گلو، بینی، اینا همش به همدیگر علاقمندی دارد. هر سهش به نزد لار می روید مثلا. بنابراین کسی علم ندارد، کسی تعلیم نگرفته است، هجامه نکنید. از این پرهیز کنید برادر عزیز. علم طب یا عموما کدام علم نداشته باشد در همان ساحه سخن نکنید. حالا فعالیت کردن اون طرف است. بله. سوال دوم همین بود که خب در وقت حج عمره می روند بعضی آدم‌ها میستن یک بار حج فرضی را میکنند. نیتشون هم حج عمره و هم حج فرضی است. در همین مسئله گپ میزده. اصلا از نگاه شریعت یعنی هیچ باکی ندارد. یعنی اگر یک انسان رود عمره کند بعد با بیستد باز عمره کند حج کند، هیچ شریعت منع نکرده است. تشکر زیاد مولا. سلامت باشید برای اشتراکتان. پیش از اینکه نفر دیگر را وارد میکنیم یه بار دوستو را یادآوری کنیم که لایک های خود گذارن تا اینکه صف بینندگان زیاد شود و خواهش میکنیم ای دوستا که در وقتی سوال جواب در کامنتری ها سوال ننویسین، گوش کنین که استاد چی جواب میده. انشالله که بسیاری سوالا رو همسل جواب میگیرین و شخصایی که سوال دارین کوشش کنین که به طریق لینک که گذاشته شده به طریق همون لینک وارد شوید. بله نفر دیگر باشد بالا برادر با نام عمر. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. دوملا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از دوملا میخواستم بپرسم که من در شهر مسکو کار و فعالیت میکنم. جای زیست 80 کیلومتر بعضا وقت میشود که 100 کیلومتر از این هم زیادتر کمتر، اما جای زیست در دیگه شهر است. من مسکو میرم میام کار. اکو هر روز نه در یک هفته یک بار یا که در 10 روز یک بار همین نمازها را فرضی را ما باید قصر بخونیم که یا که پره بخونیم. یعنی که جای زیستتان در غیر مسکو هست و برای کارگاه در یک هفته یک مرتبه یا 2 مرتبه به مسکو میبیایید. همین خیلی نه از جای زیست به مسکو میاییم، یک هفته میستیم، 10 روز میستیم، گو وقت همه خیلده تقریبا یک هفته یا 10 روز. در مسکو زندگی میکنید؟ در مسکو جای کرد زندگی میکنیم. خیر. برای همین قصر خوندن در کرد نمیدونم. من گفتم که قصر باید بخونیم، ما قصر میخونیم. درست است همین رو میخواستم یک انیخ کنم. طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر به یک جا سفر کنید و 15 روز ایستادنی باشد در این حالت قصر میخوانید. لیکن جمهور علما از 4 روز زیاد ایستادنی باشد الکی
پورا میخوانید. در مذهب امام ابو حنیفه از 15 روز زیاد، در مذهب جمهور از 4 روز زیاد ایستادنی باشید، نیتتان پورا میخوانید. و از آن شما یعنی که اولش این که 80 کیلومتر است اون شهرتان، جای زیستی حقیقیتان برآمدن. خب خلاصه در نزد جمهور علما 82.5 کیلومتر است. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله 120 کیلومتر و یک قول 240 کیلومتر باشد. بعد مسافه یعنی که مسافه چی شروع میشد، مسافه سفر. ببینید بعضی وقت 80 کیلومتر هم زیاد هست جای کار. فرض کردیم اینجا رو تموم کردیم یا جای دیگه میریم بس 80 کیلومتر هم زیاد میشد. واسه ما 80 کیلومتر تقریبا گفتم ممکن زیاد باشد 80 کیلومتر. به هر حال یعنی که اگر خودی منو پرسید پورا خوانید بهتر. در راه کوتاه خوانید بین مسکو و بین شهرتان، اما در جای کار پورا خوانید. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به اهل مهاجرها زیاده از 4 روز در مکه ایستادن اجازت ندادن، برای آنکه از 4 روز زیاد ایستن اگر مقیم میشن. و مهاجر آن آدمی که شهرش به خاطر الله ترک کرده است باید گشته به آن شهر نرود مگر هم همچون مسافر رود. بنابراین صحابه ها همین خیل به حج می رفتن که یک روز دو روز پیش از حج می رفتن عمره می کردن، پگاه از مکه بیرون می برآمدن، حج کرده می آمدن. حج که تمام شد یک روز دو روز 3 روز می ایستادن و می رفتن، چون از 4 روز اگر زیاد ایستن مقیم میشن، مسافریشان به آخر می رسد، مقیم میشن. مقیم که شدن هجرتشان یعنی که باطل میشن. هجرت همین خیلی که یک شهر به خاطر الله ترک کردید، همه وطنی خودش دوست می‌دارد، همه می‌خواهد در وطن خودش زندگی کند، کار، فعالیت، دین و دنیا همش در وطن باشد. لیکن وقتی که به خاطر الله ترک وطن کرد، در این حالت باید بر نگردد. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که العائد فی هبته کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئه. آن آدمی که هدیه میدهد و هدیهش گشته میگیرد و یک آدم تحفه میکنه با تحفهش کشیده میگیره. نعوذ بالله، این آدم مانند سگی که قی کرده است و گشته قیش خورده است. یعنی که در نزد طایفه از علما باید بر نگردد. بعضی علما میگن که برگشتن مکروه است به وطن اصلیش. مثلا مکه یک زمان دولت کفر بود، بعد سال 8 هجری فتح شد، فتح مکه شد. مکه تابعیت به مدینه منوره پیدا کرد و حاکمش پیامبر صلی الله علیه و سلم گشتند. از آن روز اعتبارا دیگر از مکه حاجت هجرت کردن به مدینه نبود. لیکن آنهایی که اصلا از مکه هجرت کرده بودند آنها نمیخواستند که به مکه برگردند. حتی از پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهش میکردند و میترسیدند که یا رسول الله، خیلی که سعد ابن ابی وقاص میگفت آیا من در مکه یعنی که هجرتی من مکمل نمیشد، مقصد اگر در مکه وفات کند هجرتش ناتمام میماند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه نه، تو هجرتت مکمل میشود و تو انشالله باز زندگی میکنی، الله تعالی به سبب تو بعضی آدم ها رو هدایت میکند. گفتم اما سعد ابن خوله دیگر صحابه در مکه وفات کرد. یرثی له رسول الله صلی الله علیه و سلم ان مات بمکه. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اظهار تعزیه گفتند که در مکه مرد، در مکه وفات کرد. یعنی اونا نمیخواستن در مکه وفات کنن. برای چی؟ برای اینکه مکه را به خاطر الله ترک کرده بودن، بنابراین نمیخواستن در مکه مقیم شوند. لیکن بیمار راه گشته نمیتوند دیگه، تا مدینه راه گشته نمیتونست و در مکه جانش را سپارید، یعنی که وفات کرد. یعنی که صحابه ها میترسیدن که از 4 روز زیاد نیستیم در مکه، اگر رفت و از 4 روز زیاد ایستن مقیم میشدن. بنابراین جمهور علما مسافه قصر را 4 روز گفتند. والله تعالی اعلم. رحمت کلون دوملون لب توی چینمو چند سال شد همه خیلی قصر خوندیم، خیلی شنویدیم، همه خیلی گناهگار نمیشیم و دوملون.
گناهکار نمیشه، لیکن من بعد پر را خواند بهتر. جزاکالله خیرم. سلامت باشید دملو. سلامت باش. تشکر زیاد برای اشتراکتان. دیگر نفر باشد برادر بالا برد. بله برادر که سلام نام احمد علیکم داملا. علیکم السلام. علیکم. استاد عزیز دو سوال داشتم. سوال یکم این است که آیا فروش موادهای کسمتیکی حلال است؟ تجارت همین موادهای کسمتیکی. و سوال دوم این است که آیا در بانک اجازه است چی به حیث حسابدار یا برنامه‌ساز فراش فرق ندارد پولش حلال است اگر انسان در بانک با همین گونه وظیفه ها کار کنه؟ مسئله فروختن مواد کسمتیکی، استفاده مواد کسمتیکی یعنی حاجت مردم به آن هست، یعنی اکثر آن اجازت است. فقط آن مواد کی استفاده میبرد، به کجا استفاده میبرد، کی استفاده میبرد. اگر مثلا زنها خودشون زیب و زینت داده به کوچه برایند، این ممکن نیست. اگر خود را زینت دهد و به نزد شوهرش زینت دهد، این اجازت است. یعنی فروختن کسمتیک از این میبراید که اجازت است اصلا، چون که یعنی که استفادهش دو خیل است، بسیار خیل چیزها هست. آدم ها خانهش هم میگیرد، میتوند به راه حرام استفاده برد، یا ماشینش هم میتواند اینه به راه درست استفاده برد، مانند تلفن، مانند خیل چیزها بسیار است. لیکن مثلا اگر در یک کشور مسلمانی زندگی کنید و زنهای مسلمان ها خریده و در خانه هاشون به نزد شوهراشون استفاده برد، یا بعضی مواد کسمتیکی هست شاید مردها هم استفاده میبرن مثلا، یعنی که اصلا نمیشود مطلق این کار منع گفته. لیکن اگر دانید که همین آدم گرفته به گناه استفاده میبرد، در این حالت فروختنتان منع است. لیکن اگر دانید که اکثری مردم به گناه استفاده میبرد، بله این کسب خوب نیست. در این صورت تعاون به گناه می شود. و مسئله دوم چی بود؟ مسئله در بانک کار کردن. مسئله بانک کار کردن. اگر به کاری بانک نظر کنید، می شود گفت اکثری کارهای آن حلال است. مثلا انتقال کردن مبلغ از این کشور به این کشور کاری درست است، یا مثلا پرداخت کردن پول برق، مثلا پرداخت کردن آیلیک و مزد، مثلا بعضی علاقه بسیاری ها یعنی که مزدشون به طریق بانک می آید علاقه، یعنی که استفاده کارت بانک و استفاده پروگرام برنامه های بانکی یعنی اجازت است. لیکن مثلا در داخل بانک در انتقال مبلغ کار میکند، یا اینکه دیگر کارهای دیگر سیستم بانکی کار میکند، مثلا ریبویش نه، اونا اجازت است. ولیکن مبلغ اساسی درآمد بانک از حساب ریبا هست، یعنی که درآمد بانک از حساب ریبا هست. بنابراین کار کردن در بانک اجازت نیست. والله تعالی اعلم. حتی فراش باشدم، حتی پاسبان باشدم، این تا جایی که در پیش الله تعالی جواب گفته میتونیم. اما کسی که به این فتوا میتید خودش جواب میتید در پیش الله تعالی. بله بله اگر دیگر نفر باشد بنابراین برادر با نام سفر بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم بابای ملا. دو سوال داشتم. یکم سوال همه که مثال دمی عروسا سر خم میکنن در وقت توی همه، درسته؟ این نادرست است. سرخم کردن فقط در پیش الله سبحانه و تعالی میشد. ما بعضی حادثه های اینه کلین سلام میگن دیدگی هستیم، مثل رکوع هست یا قریب از رکوع هست. انحنا یعنی سرخم کردن قریب مثل رکوع، بعضیش عیناً رکوع هست. این کفر است و این شرک است.
اجازت نیست. یعنی که به یک آدم اگرچه پدر باشدم روزی که از خانه پدر می رود سجده میکند در جای ما. من اینه به چشمم دیده هستم. نه فقط رکوع، دختر در پیش پدرش سجده میکند. این کفر است، این شرک است. این عملها رو اجرا نکنید. اگر سجده به غیر الله به یگان کس اجازت میشد، هر آینه من امر میکردم زنها رو که به شوهراشون سجده کنند. به یگان آدم اجازت نیست سجده کردن. این از مدنیت دینی مقدس اسلام، این از آزادی انسان، که انسان یک شخصیتی هست که در پیش کسی سرخم نمیکنه جز الله تعالی. بنابراین این عملها رو اجرا نکنید. بگذار مردم خفه شوند، بگذار مردم گپ زنند. این یک چند دخترهای مثلا صاحب ستر و حجاب شوهر کردن، نه سجده کردن، نه رکوع کردن، هیچی نشد. دیگر زنها هم همین خیر. از الله تعالی ترسید. فرزنداتون رو به شرک و به کفر تیله ندهید برای رازگی مردم و برای عرف و عادت. عرف و عادت وقتی که خلاف شریعت است و رد است به خودش، مقبول نیست. برادرای عزیز، در این مسئله ها سبوکی نکنید. نه سجده کنید، نه رکوع به پیش کسی که نباشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که حضرت معاذ سفر شام کردن، در دیار شام نصرانی ها رو دیدن که به رهبان های و عالم های خود سجده میکردن. بعد آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم سجده کردن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم لا تفعل، نکن. این گفتن اجازت نیست. اگر برای کسی اجازت میشد فقط من اجازت میدم برای زنها به شوهراشون سجده کنن، لیکن همین هم اجازت نیست. کدام زنی به شوهرش سجده کنه او هم کافر میشه. لیکن فقط این مرتبه و حق و بزرگی شوهر را میفهماند این حدیث. به یگان کس اجازت نیست که ببینید در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده کردن ممکن نیست. برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرک است. فقط باید الله تعالی را پرستش کرد. عبادت ها را به غیر الله صرف نکنید. کسی که یک عبادت به غیر الله صرف کنه و از دین میبراید. بنابراین خالصا لله عبادت ها را فقط به خاطر الله انجام دهید، نه به خاطر آدم ها. و این سجده و رکوع عبادت است. بله. دیم سوال همه خیلی بود که مثال ما در یک کارتل زندگی میکنم، یک آدم اومد نمازو را فقط فرض میخونه و سنتوش را یکان بار نمیخونه. بعد من همه خیلی سوالش دادم مثال چی برای خیلی میکنی؟ گفت که چیچینا همه خیلی میخونن. مثال ما در یکان مثال بیاد که همه چیز نویسندگی باشه که سنت ها باید بخونی. گفتم خیلی فرض این من گفت سوالی چی ندادم. گفتم فرض این در نویسندگی. گفت که فرض این دلیل نمیشه. همیشه هم جواب. بله، فرض چچن ها هم دلیل نمیشود. باید شما میگفتید من چچن ها رو دیدم که آنها نماز سنت نمیخوانند. نماز سنت این سنتی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ما باید پیروی اقتدا از ایشان کنیم. الله تعالی واتبعوه لعلکم تهتدون. شما پیروی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنید تا اینکه هدایت یابید. و کسی که 12 رکعت سنت ها را میخواند، یعنی 2 رکعت سنتی بامداد، 4 رکعت سنتی پیش از پیشین، 2 رکعت سنتی بعد از پیشین، 2 رکعت سنتی شام، 2 رکعت سنتی خفتن، 12 رکعت و 4 رکعت سنتی پیش از عصر هم هست. مذهبی ما در کتاب ها می نویسد، در تاجیکستان عمل نمی کنند. نمیدونم برای چی. یعنی در کتاب های مذهب هست، در عمل نیست. در ترکیه دیدم که مردم پیش از عصر هم 4 رکعت سنت میخوانند، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که رحم الله امرأ سمحا رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. الله تعالی رحم کند آن مردی که پیش از عصر 4 رکعت نماز خواند. گفتن یعنی پیش از فرض عصر 4 رکعت کسی که اگر نماز خواند الله تعالی او را رحم کند، مهربانی کند. دعا کردن در حق آن آدمی که 4 رکعت نماز میخواند. خلاصه این سنت ها همش ثواب های عظیم دارد. اگر 12 رکعت سنت را کسی خواند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که از مابین جنت برای او قصر بنیاد کرده می شود. یا گفتن عموما از جنت برایش یک قصر بنیاد کرده می شود. 12 رکعت سنت
اطراف 12 دقیقه هست. یعنی هر روز اگر 12 دقیقه به یک عمل صرف کنید، کسی به شما قصر میداده باشد و اون قصر هم آخر یک غیشتش از طلا است، یک غیشتش از نقره هست، مابینش انگی لایهاش از مشک است، زمینش خاکی، زمینش از زعفران است. یعنی کی از این پرهیز میکند، از این سنت ها؟ بله، مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم گاه سنت رو در مسجد نمیخواندن، در خانه شان در آمده میخواندن. در خانه خواندن سنت بهتر از خواندنش در مسجد. یعنی کدامش ثوابش بلند است؟ گویید فرض در مسجد میخونید، سنت در خانه، لیکن با پرگی ترک نمیکنید. این خیلی، یعنی که این رفته رفته انسان برده میرساند به ترک فرض. کسی که به سنت ها بی‌پروایی کند، رفته رفته به فرض هم بی‌پروایی میکند. خب بعضی برادرها سنت نمیخواندن، با رفع الیدین میکردن. بعد میگه که برای چی رفع الیدین میکنی؟ گویید میگه که سنت است. میگه خب برای چی سنت نمیخوانی؟ گفت آخه سنت است. میگه آخه عجیب، مادامی که تو دوستدار سنت هستی، همه سنت ها را اجرا کن. خیر، پنجشنبه دوشنبه روزه دار، رفع الیدین کن. ما دیروز درباره رفع الیدین سخن کردیم. بعضی انسان ها همین خیلی فهمیدن که گویا ما رفع الیدین انتقاد کردم. رفع الیدین سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، لیکن گفتم که این واجب نیست. این از واجبات نماز نیست که اگر ترک کنید برای شما سجده سهو واجب شود. گفتم اگر مردم نمیفهمیده باشند و باعث زندان شدنتان میشه، اگر در تاجیکستان کنید مثلا میکنید یا سنت، یعنی که میارزد برای زندان شدن، میارزد، ولی که آخر از چندین دیگر کارهای فرض میمانید. یعنی که بهترش که در خانه خوانید. گفتیم نگفتیم مثلا ضدی در رفع الیدین گپ نزدیم برادرها. رفع الیدین سنتی پیامبر که تأخیر کند کافر میشد. یا سنتی عادی پیامبر صلی الله علیه و سلم تحقیر کردن ممکن نیست. فقط گفتیم که این مانند فرض پینداشته جنگ نکنید با مردم. گفتیم یعنی یک سنت از یک آدم ترک کرد، یعنی که سبحانك اللهم پیش از سوره فاتحه را خواندن، بعدی الله اکبر گفتن، سبحانك اللهم میخونید، ثنا سنت است. اگر رفتو ترک کنید نمازتون درست است. رفع الیدین هم همین خیلی سنت است. اگر رفتو ترک کردید چی میشد؟ یعنی که ترک سنت میشد، ثوابش کم میشد، لیکن نمازتون مکمل میشد. بله، سلامت باشه. خب یه بار دیگر یادآوری کنیم دوستان، لایک ها را بگذارین. در زیر نوار خبر کردن که خیلی لایک ها کم هستن. اگر این لایک ها را وقتی که میگذارین صف بینندگان زیاد میشه و یگان کس یگان مسئله را میفهمه، انشاءالله که در اجر شریک میشین. اگر یگان نفر دیگر سوال داشته باشن بالا برین برادر. بله برادر، به نام عبدالله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. داملا یک سوال هست. من مثلا کار میگیرم استاگیوه، یک کوارتیره مثلا $100 میگیرم و کسی دیگر به $80 میسپارم. اگر خواهی همین کار کن گفته، آیا همینجا من کلی کار میکردگیم درست است یا نه؟ وقتی که شما فرمایش میگیرید به صاحب خانه چی میگویید؟ اینه من بنیاد میکنم میگویید یا اینه من به دیگر کس میفروشم میگویید؟ مثلا کارگرها کار میکنند به من میسپارند کار خود را، من به صاحب خانه میسپارم. عموما یعنی این مسئله به اصطلاح روسی یعنی پسریدنیکی در شریعت این دلالی میگویند و آیدی همین بسیار سوال شده است. بسیار مهاجرها
از همین در همین مسئله بین خودشون جنگ و جدال و نافهمایی ها دارند. بله اصلا مثلا حلال است، لیکن نمیدونم بین مهاجرات چی میشد که جنگ و جنجال. من آید این مسئله یکان مراتبه جواب عام ندادیم. خلاصه اگر شما مثلا کار گرفتید، ابیوم کاری مثلا 1 متر کوادراتی ریختن سیمنت فلان پول مثلا یا شپکلیافکا فلان پول گفته از چی گرفتید؟ از فرمایش دهنده گرفتید کار را و گفتید که من به اینجا استاها را میبیارم، استاها بود میکنن و من میسپارم. از استاها شما قبول کرده میگیرید همچون یک بریگادیری کلان عام مثلا و با آنها گفتید که نرخ همین کار من برای شما فلان قدری میدیم. اونا میدونن که شما میانه رو هستید، میدونن که شما از بالای این یعنی که کسب میکنید، یعنی که یا شاید صراحتا میگوید که من از بالای این کار میکنم، یعنی که خواهید گیرید و فلان مقداری کار کنید. گوید تا جایی که میدونم یگان من نمیدونم که حرام کند همین کاره. لیکن مثلا گوید که از صاحب کار به 100 سوم گرفته باشید و با آدم ها گوید که من از صاحب کار با 120 گرفتگی هم شما با من 125 تید، گوید در اینجا دروغ گفتید. یا نگوید یا که راستش گوید. گوید که مثلا من همین خانه را برای تعمیرش مثلا گرفتگی هستم بر ذمم، اگر خواهیتان به فلان نرخی مثلا تعمیر کنیتون، یعنی که من انیق که از اینجا نان دارم کسب دارم، اگر راضی باشید اجرا کنید گوید. یعنی که در این حالت شما نگفتید نرخ گرفتگیتون، فقط بسیار آدم ها دروغ میگن. من خودم به فلان نرخ گرفتگی هستم میگن، بعد آنها حقیقتش میفهمن که به دیگر نرخ گرفتگی است، بعد جنگ و جنجال میشن. خلاصه یعنی که اگر یک آدم همین خیلی کار را گیرد و به آدم ها گوید که من در اینجا کسب دارم، یعنی که به فلان نرخ اگر راضی باشی قبول کنو تعمیر را شروع کن، گوید و قبول کند، یگان باکی نمیبینم در اینجا. به هر حال یک مراتبه آیدی مسئله پسریدنیکی شاید یگان صحبت علاهیده گذارانیم. یک سوال دیگر، خرید و فروش میکنید وقتی که مال رو میخرید، شریعت یگان مقداری معین گذاشته است که در بالای همون مال چند فایز نرخ گذاشتم؟ نه، شریعت مطلق گذاشتگی است. حتی وقتی که زمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم نرخ‌ها قیمت شد، مردم آمده از قیمت شدن نرخ‌ها شکایت کردن، بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ان الله هو المسعر، نرخ گذارنده الله است و من میخواهم روز قیامت الله تعالی را واخورم یگان کس بالای من دعوا نکند. یعنی مردم آمده آن همین مارت را به فلان پول فروش گفته، نرخی معین ماندن اصلا نیست، الا صاحب مال باشید. مثلا من در بعض کشورها آرد دیدم، یک قابچه آرد، یعنی که اگر به دلار گردانیم $7 $5، حیران میشید این خیلی ارزان. مثلا جایهایی که گندم میکاره حتی از نرخ قزاقستان هم ارزان است. این برای چه ارزان؟ اینو ما خریم و به تاجیکستان بریم. گفته فکری در تجارتش میشید که میفهمید که دولت فقط برای خلق خودش کردگی بوده است. یعنی دولت آرد از دیگر کشورها میخرد، شاید به $50 میخرد، برای خلق خودش $5 کرده است. خوشا به حالش، اجازت است. لیکن حق ندارد که یک مال دیگر آدم آمده گوید که نرخ فرار به فلان نرخ گوید. بنابراین نرخ اصلا اجازت است که تاجر میتواند به بالاش چقدر خواهد ماند. مثلا بعضی چیزهای معده مانند بعضی قندهای معده یا بعضی چیزهای معده به بالاش 300% میمونند، زیاد میمونند. اجازت از هیچ باکی ندارد. برای آنکه وقتی که یک صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم وظیفه دار کردند که 1 دینار دادند و 1 درهم دادند و 1 گوسفند خریده بیا،
او رفت و 2 گوسفند خرید آمد. همین خیلی موفق شد که به 1 درهم 2 گوسفند یافت. اصلا به 1 درهم 1 گوسفند داده میشد. بعد 1 گوسفند دیگر برد در دیگر گوشه بازار فروخت به 1 درهم. یعنی که اینجا به نصف درهم خریده به 1 درهم فروخت. یعنی به بالاش 100% ماند. بعد آمد به پیامبر صلی الله علیه و سلم هم گوسفند را داد و هم درهم را داد. هذا شاتکم و هذا درهمکم، دینارکم، دینار درهم گفتم، این دینار شما، این گوسفند شما یا رسول الله. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن چه خیل؟ این خیل شد مثلا به 1 دینار هم دینار ما آوردی هم گوسفند ما. گفت که یا رسول الله همین خیل شد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن در حقش. گفتن که بارک الله لک، الله تعالی به تو برکت دهد. صحابه ها میگن که فکان اذا باع ترابا ربح، اگر خاک فروشت فایده میکرد. همین صحابه با برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب دلیل چی است؟ دلیل اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار نکردن. گفتن که برای چی نه 100% به بالاش ماندی، باید 5% میماندی، 10% میماندی، نگفتن. لیکن در حق آن آدمی که ارزان میفروشد دعا کردن. رحم الله امرأ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. الله رحم کند آن آدمی را که سمحا اذا اشترى، وقتی که خرید، مثلا یک آدم پامیدار بودرینگ یگان کبوتی فروخت شده است، نان فروخت شده است، معلوم است که یک آدمی کم بغل است، کمتر از نرخش زیادتی دادید، هم یاردم میشد برای همین برادری مسلمانتان، یا مثلا یگان عمل را اجرا کرد برای شما، زیادتی دادید، از نرخش زیادتی دادید، یا اینکه چیشه نگرفتید، اضافگی باقی مانده پول نگرفتید، 100 سوم دادید نرخش 80 سوم بود، گفتید که اینش به خودت است. چایی میگن کو، یعنی که این به خودت است، گویید این خوب است کاری. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن رحم الله امرأ سمحا اذا اشترى، سمحا اذا باع. وقتی که فروخت ارزانتر میفروشد، وقتی که خرید بسیارتر میدهد، و وقتی که مثلا یگان کس از وی قرض گرفت، وقتی قرض سپرد شدگیشنده مقصد یگان نصفشه یا 20% یا 10% میبخشد یا که همش میبخشد. این هم دعا کردم. و این چونین آن آدمی که وقتی که قرض برمیگرداند زیادتی میتید، یعنی این ریبا از این فرق داره. ریبا این که شرط میمونید، میگه $100 میتید $150 کرده میتیم، این ریبا هست، این لعنتی هست. یا گوید که $100 تید ما هم آدمی بی انصاف نیستیم، یگان چیز زیاد کرده میتیم، گفته یعنی که به گفتی روسا نمیاک میدهد، این هم ریبا هست. لیکن قرض حسنه گرفت، $1000 قرض حسنه داد، کارتون بود کردید، وقتی که آورده دادید $1100 دادید، اینش تحفه برای کودکا گفتید، حلال است. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد میدادن. رحم الله امرأ اذا قضى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى، یعنی بخشش داشت در وقت دادن و گرفتن. یعنی آن آدمی که ارزان میفروشد تا اینکه برای مسلمان ها فایدهش رسد، این خوب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن که الله به همین آدم رحم کند. لیکن یک آدم اگر به 1 دینار خریده به 1000 دینار فروشدم، شریعت من نکرده است. فقط فریب نتید، نگوید که مثلا در بازار هم نرخش 1 دینار است، گفتو خودش به 100 دینار فروشد. مثلا در اینجا دروغ گفت، دروغ نگوید، غبنی فاحش نکند، فریب نباشد. نرخ خودش من همین به همین نرخ میفروشم، اگر پسند باشد خرید، گفت هیچ گپی ندارد. یعنی که شریعت درباره نرخ آمده نگفته است که فلان مقدار فایز فایده‌مان زیاد نمان، نگفته است. لیکن ارزان فروشت خوب است. امید میکنم که فهمو شد. بله فهمو، جزاک الله خیر. یاکم. چند دقیقه شد برآمد؟ 1 ساعت 20. خب شریف جان، یگان کسی سوالش گوش کرده استید؟ نوار بردار میگه قوه کامرش تمام میشده است.
عوض میکند. خب اون کسی قبول کنید سوالش گوش کرده میستیم. برادری که با نام سهراب بفرمایید. سلام علیکم برادر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر مسئله همین دختر شوهر داده همین ممکنه که همینو مثلا مادرش هم اومده دید مثلا دختره بازم میخوان که خیلی صورت چرا اون کدیان بپرسیش صورت چه دیده بچه مثلا آچهش هم دیده همین ممکنه که با میخوان که یک دیگرشون که جو خورن و مثلا یک دیگرشون رو بینن و یک دیگرشون رو گردنن. من همین با باز خواستم که دوزون و کینچ خیلی نمیدونم وقت میفهمم خیلی چیز شد همین درست چالان دوزون و بعد مثلا فوتیا کردن یک سال پیشکی و یک سال پس همین خیلی ما خونه همون رو ریمون میکنیم بعد توی میکنیم بعد وای میکنیم فوتیا کنیم چالان اندازیم گفتم خیلی کارو در شریعت هسته توره درسته همین خب مسئله دیدن بله پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که یک صحابه زن گرفت گفتن که انظرت الیها آیا به او نظر کردی؟ گفتن نه یا رسول الله. گفت که انظر الیها نظر کن به او چون نظر کردن به او به چشمش هم نظر کن. گفتن فإن فی عین الانصار شیئا او کما قال علیه الصلاة و السلام به چشمش نگاه کن چون در چشم مدینه یک چیزی هست. گفتن یعنی در همون وقت یعنی امری به نظر کردن چون که نظر کردن نزدیک به آن است که بین شما جدایی نفراید. برای آنکه بسیار آدم ها کلید ندیده میگیرند بعد توی میبینند و بعد معقول نمیگن پدر و مادر انتخاب کردن ها گاه ها برای رازگی پدر و مادر یا گاه ها از روی سراسیمگی نمیبینند. این کار نادرست است. باید بینند. فقط مقصد در خلوت نماند مثلا در کوچه بینند یا در یک جا اگر در خانه بینند همراهش خواهرش مادرش یا کسی دیگه باشد یعنی که دو کس خلوت نمانند بشینند بینند. حتی بعضی کتاب های مذهب حنفی میگوید یگان نفر فرستاند رفته مثلا در حمام یا در یگان جای دیگر پر را برای بدنش دیدن هم حق دارد میگوید برای آیندهش جدا نشدن و برای نافهمایی نشدن. برای آنکه بعد دو نوعی دیدن هست. یک نوعی دیدن فقط روش در این حالت یعنی انسان نمیتواند بها دهد. یک نوعی دیدن دیدنی ناگهانی یعنی بیند وقتی که کلید خبر ندارد از این دیدن یعنی راهگردیش یعنی که در کوچه با یگان اتفاق ناگهانی وقتی می برآمدگیش منتظر میشد و میبیند. این شریعت اجازه دادگی است یعنی که دیدن قد و قامتش عمومی قد و قامتش اجازت است که مثلا صحبت هم کند برای آنکه آدم یک دو دهن سخن کند کی بودنش معلوم می شود. آدم خاموش نشیند صاحب هیبت صاحب علم می نماید و خلاصه وقتی که سخن کی کرد به سواد و عقل و تمیزی او کی بودنش معلوم میشد. همین که سخن کرد بسم الله گفت یا یک دهن سخن گفت الکی یعنی که غالبا میفهمد آدم میفهمید. بنابراین یعنی که خلوت ماندن ممکن نیست لیکن مادامی که با ستر و با حجاب باشد دیدنش و خوردنش اجازت است. بنابراین رسم کفایتی نمیکند برادر عزیز. بعد در رسم انسان می باشد میتواند خشوع باشد برای همین مشکلی ها نشود این کارهای کند. لیکن مسئله عقد پیشینه گفتید بله این هم اجازت هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه را وقتی که 6 ساله بود عقد نکاح کردن لیکن وقتی که 9 ساله شد بعد خانه‌داری کردن بعد 3 سال. این اجازت است تا اینکه مثلا دختری نیک صالحه از دست نرود. لیکن برای چی بعد 1 سال؟ برای آنکه برای توی کردن پول ندارم. آخر
امروز با حالی در محله های ما مردم خبر دادند همه یلدوز می آورده است. برای آنکه یک همسایه یلدوز آورده است، اینم جواب دادن نماندیان با رفتن و با تویشان با خبر کردن وای فلان $1000 می استد. چی در کار؟ از حساب همین بیچاره نو خانه‌دار شونده ها اسراف و کارهای حرام کردن. یک داماد نکاح کردم چند سال پیش، سبحان الله ماهی ایول بود، در همون خانه که داماد و کلیند و نشستیم و نکاح خواندیم، همین خیل گرم، همین خیل یعنی به عرق غرق شدیم. بعد گفتم که داماد آخر یک کانتینر نمیخری، جان خودت راحت میکند، آخر به همین ارتیست پول دادی، پول حرام، عرق خریدی. یعنی مردم عرق میخرن، برای مردم در تویاشون عرق میمانند. برای چی؟ اگر نمونه مردم گپ میزنند، مردم گپ میزنند، عرقی قیمت مونی، عرقی قیمت مونی، عرقی ارزان مونی، میگن فلانی پست است، عرقی پست موند. عرقی قیمت مونی، میگن که از خود برفته است، این خودش نشان داده است. به هر حال گپ میزنند. برای چی؟ برای مردم. جان خودش در عذاب است، او خانه شیب شیلته عرق میکنه، چقدر زندگی میکنه با کلیدی نو. آیا $300 به یک کانتینر خیلی نمیشه؟ برای همین برای خودتان کار کنید برادرای عزیز، برای مردم نکنید یگان کاره، برای الله، برای خودتان هر کاری که به فایده خودتان همین کنید. ماشین های لیموزین قیمت، توی خانه های فلانی فخر، چی در کار؟ یک صحابه وقتی که یک زنک آمد، چخیلی که در صحیح بخاری است، گفت که یا رسول الله انی وهبت نفسی لک، یا رسول الله من نفس خودم برای شما بخشیدم. یا زنک آمد، یعنی من خودم برای شما بخشیدم. این فقط برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت است که یا زنک آمده خودش بخشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به نکاحشون در آورده میتونستن. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که خطاب کرد سرشون رو برداشتن، وقتی که سخنش به پایان رسید سرشون رو فرا آوردن. نتونستن که من خانه‌دار شدنی نیستم و صحابه ها از روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفهمیدن. بعد یک صحابه گفت که یا رسول الله زوجنیها ان لم یکن لک بها حاجه، یا رسول الله این دختر به من، این زنه به من خانه‌دار کنید اگر شما حاجت نداشته باشید، اگر شما اینه گرفتنی نباشید، اینه به من خانه‌دار کنید یا رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم حق دارن دلخواه مسلمان زنه به دلخواه مسلمان مرد شوهر تیان، چون که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر برای مؤمن ها از نفس هاشان دیده ولیتر و نزدیکتر هستند. یعنی از پدر و مادرش هم حقدارتر هستند. حق دارن که دختر یگان کسی به یگان کسی دیگه شوهر تیان. نگفتن که مثلا اول باید پدرش پرسی من خوجینی او نیستم، نگفتن. بعد گفتن که چی میدهی به صداقش، به مهرش؟ گفت که یا رسول الله ما عندي الا ازاری هذا، یا رسول الله من فقط ازار دارم. ازار گفته همون پارچه لباسی که مانند سچاق است، به عضو پایانی میپیچونه، عضو بالایش نداشت. گفتن که نمیشه ازار. این اعطیتها ازارک جلست لا ازار لک، تو اگر ازار تیتی خودت به ازار میمونی، نمیشه ازار، دیگر چیز جستجو کن. فالتمس فلم یجد شیئا، رفته جستجو که چیزی نیافت. فالتمس ولو خاتما من حدید، گفتن که رفت جستجو کن اگر چند یک انگشترین آهنین یافته بیا. انگشترین آهنین شاید 1 سامان باشد، شاید 10 سامان باشد. یک انگشترین آهنین اقلا یافته بیا با مهرش. فالتمس فلم یجد شیئا، کافت که هیچی نیافت. هیچی ندارد، زن گرفتن میخواهد، پاک بودن میخواهد. حالا بسیار مهاجرا برای من می نویسن، میگن که خودریزایی کردن حلال است یا نه. خانه‌دار شوید برادرها، من نمیتونم مثلا این یک کاری گناه حلال گویم. خانه‌دار شوید، میگن که مثلا پول ندارم زندگی. یک دنیا مهاجر زنها به شوهر هستن، اونها هم شب و روز زاره الله دارن که یک شوهر بیاید. جستجو کنیتان، خانه‌دار شویتان.
گناه نکنید. یعنی نکاح ارزان کنید. توی خانه چی لازم؟ یک بار به نکاح پدر و مادرام و بابای آچه ها ما نگاه کنیم. مادر کلان ما نقل میکردن که ما به یک خانه توی شدیم که همون تپک بود، حتی انداوه ناکرده بود. میگن الله رحمت کنه، میگن انداوه ناکرده بود، هم تو تپک بود و از بالاش با آهک سفید کردگی خانه و من که شده آمدگی هستم. یک خانه باشد از خشت باشد و حلال و پاک باشد. همراهی همسرتان زندگی کنید. این حیات چی معنا دارد؟ یک عمر در مهاجرت مثلا از زن و فرزند دور، کای که مثلا ماشین قیمت گیرم، توی خانه فلانی گیرم، فلان ارتیست گویم، فلان قدر عرق خرم، بعد توی میکنم. عذاب خودتان است برادرها. برای همین برای مردم شده کار نکنید و دختردارهای هم یعنی نکاح سبوک کنید. حالی در بعض منطقه ها بی نهایت صرف و خراجات نکاح زیاد شده است، تا آمده پرده های خانه پرده خانه داماد کلین میکنن، آمده مقیاسش گرام میرن که به همین خانه پرده فرمایش دهیم، یا میبل زکاز میکنن به مقدار خانه آمده سنجیده میرن چند متر هست. گفته این کارا اصلا دختر وقتی که دختر میتید به هیچ چی میتید، مهر میتید تمام توی حسابی داماد هست میبرد تمام، به خانه داماد عروسی چی خریده نمیبرد. این قاعده های مردمی هست که من انزل الله بها من سلطان. اینا از شریعت نیست برادرها. به شریعت عمل کنید، به قاعده های مردم عمل نکنید، بگذار مردم گپ زند. بنابراین نکاح سبوک کنید برادرای عزیز. به خاطر پول و مال یافتن و بعد توی قیمت کردن شده سالها بیزن نگردید. بله برادرای عزیز، اگر بیوه باشدم گیرید و مقصد گناه نکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم 25 ساله بودن، جوان بودن. یک زنی که دو شوهر کرده بود، بچه دار بود، حضرت خدیجه رضی الله عنها 40 ساله بود، خانه‌دار شدن. لیکن با عقل ترین زنهای روی دنیا بود. حضرت خدیجه اولین شخصی که دین مقدس اسلام قبول کرده است، از ابوبکر هم پیش قبول کرده است. حضرت خدیجه نماز نخوانده از دنیا گذشت، چون نماز فرض نشده پیشتر از دنیا گذشتند. لیکن مرتبهشون از تمام زنهای صحابه ها، از تمام زنهای دنیا بهتر هستند. بهترین زنهای دنیا علی الاطلاق بنا به قول صحیح حضرت خدیجه هستند. به دین مقدس اسلام با مالشان با پولشان خدمت کردند، دین اسلام پشتیبانی میکردند رضی الله عنها و ارضاها. یعنی که 40 ساله بودن، یعنی این گویم مینوس دو بار شوهر کرده بودن، یعنی که این عیب. لیکن عقل و ذکاوت و ببینه در نتیجه چی شد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن و به نزد من یک چیزی نازل شد و مرا خبر داد که من پیغمبر هستم، در حال ایمان آورد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترسیدن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاطر جمعی می انداخت، آرام میکرد، دل برداری میکرد، میگفت که به شما هیچگاه بدی نمیرسد. شما شخصیتی هستید که به مردم مسکین کمک میکنید، به قرضدارها یاری میکنید، مهمان نواز هستید، به مردمی که مشکلی دارد یاری میکنید. یک چند عملهای خیرشان را مثال آورد، با خویشاوندا رفت و آمد میکنید. شما را هیچگاه الله تعالی لا یخزیک الله ابدا، هیچگاه الله تعالی شما خوار نمیگرداند. اولین شده ایمان آورد. یعنی که در شریعت خانه‌دار شدن سن و سال رعایت، شریعت یگان حد و حدود نمانده است. میتواند انسان زنی از خودش کلانتر گیرد یا دختری از خودش خردسال گیرد، این چیزا اجازت است. المهم کار حلال کنید، به اسراف ها داده نشوید برادر. بله استاد بخشش یک دیگر همین مثلا در فاتحه باشند و بعد با تلفن گپ زنن، خیلی جوانی یکی گپ میزنه یا اون توفه قبول میکنه، توفه روی میکنه. همین کارا ممکنه در شریعت؟ ممکن است در حدود چارچوبه شریعت. اون یک روز برای من یک مسئله پیشنهاد کردن، انا همین خیلی فاتحه کردگی ها زنا کردیم.
وقتی جنجال میشد بعدی توی، بعد گرفته است، توی شده است، بعد گفته است که این دختر نادختر بود. بعد چخیل نادختر بود، پدری داماد حیران میشد، همه حیران میشد، جنگ و جدال میشد. بعد میفهمند که بله واقعا یعنی داماد تو اکون پدرت مرا دادگی هست گفته، یعنی که به هر حال تا همین درجه کارها رفته است. بعد میتواند بعضی مثلا انسانهای خلاصه از نکاح و از توی روی گرداند. برای همین احتیاط میکنید، یعنی تنها نگذارید. فهمیدید؟ آنها تنها از سخنهای فحش نگون. یعنی ممکن است هدیه فرستاند، مثلا زنگ زند، مثال در حضور مادرش یا خواهرش گپ زند، مثلا به مقدار کوتاه هیچ گپی ندارد، لیکن حرکت بهتر خانه‌دار شود. رحمت استاد، اول جزای خیرتون استاد جان. بود. سلامت باش. بله اگر دیگر نفرها باشند در نوبت وارد کنید. برادری که با نام عبدالله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. برات سوال ما مطلب بود که ما در روسیه قبرستان بکنیم، که کار میکنیم ما حلال است یا در حرام؟ مسئله قبرستان گفته بودیم در قبرستان غیر مسلمان ها کار کردن ممکن نیست، قولی صحیح. برای همین برادرای عزیز کار نکنید، اون کاری نو جستجو کنید، الله تعالی وزیر نیک میتید. به فتوای سبک گرنده ها اهمیت ندهید، برای آنکه اولش اینکه این کار در قبرستان است، دومش اینکه مسئله حلال و حرام و مسئله رزقی خودتان و رزقی فرزنداتون است. اون سال 2012 بود، با مردم ترمیز وا خوردم. تاجیک های ترمیز در کره کار میکردین، در کره کار میکردین. بعد گفتن که دوملا ما همونجا کار هست، در مثلا مرده کریس ها مرده خود را میبیارن یخ کردگی حالت، ما مرده میگیریم در یک اره آهنین مایده میکنیم، بعد یک پیچکه هست، یعنی با حرارتی بلند داخلی پیچکه میکنیم همین مرده را. بعد اینکه مایده کرده میسوزد، بعد سوختنش خاکستر میشد، اما خاکسترش گرفته در یک سلفنچه میتیم به صاحبی میت گرام میورد، برده در همون رفی شکف هاش میگذاشته است. همینجا کار میکنیم. ممکن است همین کار؟ گفتم نه ممکن نیست. این گفتم از روی شریعت هم ممکن نیست. اصلا مرده را اگرچه کافر است باید دفن کرده شود. از نگاه شریعت، از نگاه دینهای آسمانی اصلا باید مرده دفن شود و مرده را سوزانیدن یا مانند زردشت ها زیر لاشه خور پرتافتن جسدش را، این کارها کارهای باطل است و ضررش هم زیاد است. گفتم نکنید و این چنین به روح و به سلامتی خودتون هم ضرر دارد. بعد گفتن که بله یک نفر از تاجیک ها یا ازبک ها به همین کار در آمد، 10 روز کار کرد، دیگه قاش و چشماش به این طرف و لباش به اون طرف برفت. حالی رفت از در ازبکستان چی میکند؟ تبابت میکند، از این ملا به اون فالبین، از این فالبین به اون ملا، از این دکتر به اون دکتر، و $10,000 میبرود. برادر عزیز مرده که دی کار میکنن آخر. برای همین گفتم نکنید، یعنی در قبرستان های کره، یعنی اونم قبرستان است آخر، مرده رو میگیرن معیده میکنن میسوزن خاکستر میکنن بعد میسپارن. یعنی که بالاخره قبر آنها همین است. یعنی که در قبرستان های کافرها ممکن نه کار کردن. الله تعالی ما رو نهی کرد که در سری قبر کافر راست استیم، ولا تقم علی قبره، در بالای قبرش نیست، دعا هم نکن. خلاصه در کتاب های فتاوا میگوید اکثر علما من میکنن. برای همین برادر عزیز کسب نوجوید الله تعالی عوضی نیک دهد. یک سوال دیگه بود که از طالب علم و
ما بعض وقتش میکنیم من قزاقستانی برادر صداتون خیلی پست کمی بلندتر. آواز رفت؟ بله بله. درباره میگم طالب علم ما گوش میکنیم من این ریناد ابو محمد قزاقستانی یا ابو یحیی چی گفته نبودید توصیه میکنید؟ برای اون که مثلا ما یگان کسی گوش کن و گوش نکن گوییم باید همه صحبت های و گوش کرده برآمده شخصیتش شناسیم. بعضی کسایی که میگوید من نمیشناسم و خوب میشد که در همین برنامه ها نام یگان آدم نگیریتون، فقط سوال های احکام شرعی را پرسیتون، اگرچه این هم مثلا متعلق به احکام شریعت است. به هر حال شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که هر یک آدم عامی هم مجتهد است. میگن مجتهد در چی است؟ کی گوش کردن در این زمانه؟ در پیشتر مثلا از کی علم گرفتن بود؟ پیش مثلا میپرسیدن از فلان علم گیریم، از فلان علم نگیریم. امام مالک رحمت الله علیه میگن که من فتوا ندادم تا آن زمانی که 70 نفر از سلطداران مدینه شهادت دادن که من اهل فتوا هستم. اونا پرهیزگار بودن، نه برای شهرت، نه برای پول و مال، نه برای مثلا دیگر و دیگر به غرضهای دنیا. 70 نفر از علمای مدینه شهادت دادن که مالک حق فتوا دادن دارد. بعد من فتوا دادم گفتم. اما آدم عامی اختیار میکند از بین اهل علم از کی فتوا گیرم، از کی علم گوش کنم. عامی هم اجتهاد دارد، فلانی با قوت است یا فلانی. او خودش هر یک عامی در قرارت قلبش به هر حال میداند کی را گوش کند. و نگاه کنید کدام آدمی که ما یک قاعده عام گفتیم سخنش به سخنهای الله و سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم موافقت کند گیرید، سخنش مخالفت کند نگیرید. بله. رحمت. بعد یک چیز دیگه بود داملا که همین شما من اینقدر شناسایی با درساتان ندارم، آخران وقتان یک دو مشهد من شما رو گوش میکنم درباره اهل خوارج که جوانای حاضر خودمو بسیارش در همون روی به همون قرین و آرگی مثلا گریم در رئیس و کلان و گران همین کشور گپای گنده میزنم درباره همینا درس دارای میکرید. ما در شرح صحیح بخاری حدیث های را شرح دادگی هستیم از آن امام بخاری را. حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را جمع آوری کردن در کتاب ایمان. اکثریتش رد به خوارج و به مرجئه هست. اینا دو فرقه های به همدیگر ضد. بنابراین علم آموزید انشاءالله از این فرقه ها دور میشید. خوارج انسان به حکم به ارتکاب گناه کبیره کافر میخواند. مرجئه یک آدم های بی دین و یک آدم های بی غیرت، گناهی کلام کنی هم هیچ گپی ندارد. همین لا اله الا الله گفتی تو جنتی هستی، گناه بینن هم غضب نمیکنن، حرمات الله تعالی پایمال شود غضب نمیکنن، با عرق خورها هم نشسته طعام میخورن. میگن که خیر قبر این جدا قبر من جدا، من نخوردم کو. این یک نوعی یعنی که مرجئگی هست. یعنی که اگر شاید یک درس های علاهیده خاص 1 ساعت مرجئه کیست، 1 ساعت خوارج کیست، اکمل جان پیشنهاد کرده بودن که همین موضوع ها را گذاریم. انشاءالله نصیب باشد ساعت ها صحبت میکنیم. ولی به هر حال این فرقه ها همش گمراه هست. بهترین فرقه که پیامبر صلی الله علیه و سلم یگانه فرقه‌ای که نجات می‌یابد ما انا علیه الیوم و اصحابی گفتن، آن راه و عقیده و رویش و سنتی که امروز من و صحابه هایم در آن هستیم آن است گفتن. 4 امام ها، امام ابو حنیفه و امام مالک، امام شافعی و امام احمد، اینها در همین راه بودند. بنابراین برادرای عزیز اگر که علم که آموختید از این فرقه های باطل دور میشوید. بهترین سلاح
این علم است. با این فرقه و شناسایی دارن و منافرات حاضر جوان آدمای خودمو باشگاه یاش در باره من همه مثال سرور دولت اینا گپای گنده میزنن، اینا در همون گروه داخل میشن. آخه کار همون اهل خوارج همین که مقابل سرور دولت همین یا کاردار میشن. آن آدمی که به گناهی کبیره آدم کافر گفت وای خوارج است، اما به کفر کافر گوید کافر خوارج نمیشد اگر کفری حقیقی باشد. بله برادر عزیز، مقصد نام یگان کس، ما در آیید سیاست در این صحبت کردنی نیستیم، اگرچه سیاست از شریعت است و شریعت پوری سیاست است. ما میخواهیم خیلی به سوالهای مردم که ما رو تحقیر میکنن در پیامکاشان که به سوالهای من جواب نمیدی گفته، بنابراین مجبور شدیم به سوالهای مردم یک وقت جدا کنیم و جواب گوییم. بله دوستان کوشش کنید سوال‌های دید که مردم نیاز دارند امروزه به این سوالات، و اینکه بینندگانی که بعداً تماشا میکنن و حاضر تماشا میکنن یگان منفیت گیرن. استادم وقت جدا میکنن، کوشش کنیم که وقت بهوده نره و یگان سوالات این که مردم امروز نیاز داره به اون سوالات. بعد لایک ها رو بمونین، لایک ها خیلی کمن، زیاده 1,500 تماشا دارن، لایک ها به 1000 نرسیدن. برادرها بخیلی نکنین، همین لایک موندن سبب میشه که یک نفر دیگه همینا رو گوش میکنه و همین منفیت میگیره. انشالله که در اجر ما هم شریک میشیم. اگر نفر دیگر باشن بفرمایید. برادر مسئول یگان نفر باشن. بله برادر احمد بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. برادر یک سوال داشتم. همین وقتی که با زنم مثال با یگان فکرهایی که فکر میکنم همین آب منی میبراید، آیا می طهارت را میشکند؟ اگر آب منی براید غسلت هم میشکند. اگر مزی براید در این حالت فقط طهارت میشکند. مزی از منی فرق دارد. منی غفص است و با دفق و شهوت و با لذت میبراید، اما منی یک آب سفید رقیقی که مثلا لغزش دارد جاری میشود و مزی هست و وی طهارت میشکند. که یک حدیث نوبتی در کتاب عمدة الاحکام آیدی باب المدی و غیره میگن امام ابن قدامه. امروز شرح دادنی بودیم لیکن 2 ساعت شده است، وقتی نماز میشد، برای همین بعد 5 دقیقه صحبت به پایان میرسانیم. وقتی نماز شد هم 2 ساعت شد. 2 ساعتی انشاءالله هر 2 روز پس اعلانش میفراید در شبکه رشد. به سوالهای شما به قدر امکان جواب میدهیم و یک روزی مخصوص برای طالب علما درس جدا کردنی هستیم که به مناقشه و خواندن فقط طالب علما ها درآید. تماشابینا میتونن دیگرها تماشا کنن، درس به زبان تاجیکی است، لیکن میخواهم که مطالعه طالب علما براید، کتابا را خوانم به نوبت خطاگی هاشون اصلاح کنیم و حدیث شرح دهیم تا اینکه مثلا در نزد استاد تعلیم گیرن. چقدر شاگردهای هستن، برای همین فقط طالب علمایی که زبان عربی خوانده ترجمه کرده میتونند در زیر همین نوار به من مراجعت کنید. یک روز معین میکنیم برای شما سلکه گذاشته میشد، میدارید میخوانید کتاب، یک کتاب مقرر میکنیم، درس میخوانیم انشاءالله و دیگر تماشابینا هم استفاده میبرن. برای سوال و جواب روز الهیده میکنیم و در دوامش شاید به سوالها جواب گوییم، یعنی نمیخوایم پر را درس گذاریم، در مابینش البته به سوالهای شما جواب میدیم، لیکن انشاءالله حرکت میکنم هر 2 روز یک مرتبه
2 ساعتی در آمده به سوالهای شما تا قدر امکان جواب گویم برادرها. بنابراین در واتساپ اینقدر یعنی نپرسید، برای اون که منم دیگه کار و بار دارم. انشالله به سوالاتون در همین برنامه جواب میدیم، هم به سوال شما دیگرها هم استفاده میگیرد. الا اگر یگان سوالهای شخصی خاص باشد خیر امید میکنیم که جواب میگوییم. بله بله اگر نفر دیگر باشه در نوبت وارد کنید. برادر بنام مستجاب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت من در همین مهاجرتم درباره همین سنت نماز پیشین، ما کمتر جای کارمون همین روزی کاری خیلی فیرما بگیم پیشین در 1 ساعت جواب میتیم، همه بیرون عبید میکنیم 10 minut پیش همین برآمدن 4 رکعت فرض پیشین میخونیم و 2 رکعت سنت شد. اینجا گناهگار میشیم یا که نه اگر 4 رکعت سنت شد نخونیم؟ حرکت کنید خونید، گناهکار نمیشید، ولیکن بی‌پروایی نکنید به سنت. ما به این سوال جواب دادیم و اگر امکان باشد باز تقسیم کرده خونید. مثلا 2 رکعت سنت خونید، در مابین کار یک فرصت شود 2 رکعت غالبا 2 دقیقه وقت میگیرد. 2 دقیقه هیچی نه، 1 ساعت وقت میدهد برای خوراک گفته ایستاده. 2 دقیقه سنت 2 رکعت هیچ گپی ندارد. اگر رفت و نتوانستید میتونید در خانه بعدی کار آمده سنت قضایی خوانید، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم سنت قضا خواندند. بله بله اگر نفر دیگر هم باشن وارد کنید انشاءالله. بعد این یک نفر دیگر قبول کنید صحبت به پایان میرسونم. بله برادر با نام نجیب الله بفرمایید. استاد السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همین درباره نماز از برادر گفته گذاشتن، ما هم کار میکنیم فقط در مغازین ترگوبت سنتر یا استراوک جو داریم، سودا میکنیم. اینا وقت نماز شد طهارت میکنیم، الحمدلله میخویم نماز ما. انا 4 رکعت سنت خوندیم، بعد مشتری اومدن ما میتونیم خیزیم هم مشتری جواب دیم، بعد نماز دوام دیم. بله از اینه که 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت همیشه یک جای خوانید. میتونید بینش فاصله کلان هم مونید. مثلا اگر در مسجد نمیخوانده باشید شما خودتان به خودتان یعنی صاحب هستید، شما میتونید که قامت گویید فرض خوانید، یعنی که شرط نه که همین 10 رکعت یک جای خوانید. 2 رکعت سنت خوانید، یک کار دیگه تو نکنید با 2 رکعت سنت خوانید. خیلی فرض 2 رکعتی کرده نمیشد، فرض باید 4 رکعت خوانید. فرض 4 رکعت میخونید، بعد سنت ها رو با 2 جمع 2 کرده خوانده میگیرید. مراد همون رکعت شود شد. یعنی که حق داره در مابینش سودا کنید، در مابینش دیگر کارتون کنید. این خوب است. برعکس برای چی؟ برای اون که یعنی که ملال نمیشد. یک بار 10 رکعت خواندن شاید در آخرش خشوع و خضوعتون گم شود، مزه نماز نفهمید. برای در مابینش استراحت کرده نمازها رو خوانید. خلاصه در وقتش خوانید، قضا نشود. بله برادرها، در آخرین نواری که گذاشتیم در رشد با نام جواب یک سوال بود. جواب یک سوال بود. در آنجا 1 ساعت جواب گفتگی هستیم و چی بود؟ یک برنامه دیگر در آنجا 24 سوال بود. برام 24 سوال تقریبا در 23 دقیقه جواب دادیم. یعنی جواب ها را گوش کنید و بعضی آدم ها صحبت تا آخرش گوش نکرده در زیر شرح اعتراض بیان میکنن. همون سخنی که شما دانستید امروز همون ما ذکر کردیم همونجا. نه ده تو خطا کردی. همون سخن ما گفتگی هستیم در پایان نوار آخر.
صبری تا آخری نوار گوش کردن ندارن، انتقاد میگیرن. این دلالت به اگر طالب علمی که فهم دارد، یک آدمی معتدل، یک آدمی به انصاف اگر گوش کند اعتراض بیان نمیکنه، برای اینکه ما قول همه مذهب‌ها رو ذکر کردیم. بنابراین برادران نوار اول با دقت گوش کنید، بعد اعتراض بیان کنید و یک اعتراض بیان کنید که شما بله اگر من اعتراض قبول نه، اگر من خطا کرده باشم، دروغ گفته باشم، نادرست فتوا داده باشم، من وای اصلاح میکنم، وای از حذف میکنم، برآمده عذر میپرسم که من از نام شریعت گپی خطا گفتم. اعتراض درست باشه. اعتراضای میکنید به خدا اعتراضای غیر مقبول است. آخر اگر کسی اعتراض کنه اصلا آدم اعتراض میکنه که سپاس گفته میشد. بنابراین بعضی علما در پایان کتابشون می نویسند که کسی که اگر خطاگی منو به من تحفه کند، کمبودی هایی که در همین کتابم نوشتم کمبودی هاش باشد، اگر برای من آگاه کند، من رو نصیحت کند، من از وی منتدار هستم، سپاسگزار هستم، چون که وی برادر من در خطا دید و آگاه کرد. فهمیدید برادرها؟ خب انشالله امروز اگر یک شنبه باشد، روزی سه شنبه انشالله باز به سوال های شما انشالله جواب میگوییم. اگر در وقت و ساعت مردمی نوسیبیرسک و بعضی منطقه های جهتی شرق، جهتی یپانیا، وقت های اونها به وقت های مسکو درست نمی آمده است. خیر، وقت و ساعتش امید میکنیم که مناسب است به یک اکثریت مردم. به هر حال میتونید فکر و اندیشه های خود را زیر نوار نویسید، انشاءالله به نظر میگیریم. الله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله أكبر.